به نام آنکه بودنمون یادی از اوست. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزانی که به جلسه 4 از دوره سکس آمادگی ذهنی تشریف آوردید. باورهای غلطی رو جلسه قبل صحبت کردم. اکثر سوالاتتون همین باورهای غلط بود که اونای دیگه اینجوری میگن، خانوادهمون اینجوری گفتن، اینجوری شنیدیم، اینجوری خوندیم و بعضی از اینام کلا غلط. پس باورهای غلط رو جلسه قبل حدود 20 تا از باورهای غلط رو براتون توضیح دادم. این جلسه همچنان یه سری از این باورهای غلط رو براتون توضیح میدم چون جزء سوالاتونه، چون بیشترین سوالا عملا همین باورهای غلط. مثلا چی؟ مثلا بیشترین سوالاتون اینه که آیا سکس همیشه باید طبیعی و خودجوش باشه یا میتونیم ما درخواست بدیم؟ خب این چه سوالیه؟ معلومه که میتونی درخواست بدی. منتها خیلیاتون نوشتین چون آخه همه گفتن که سکس باید خودش بیاد. مثلا وقتی نشستیم داریم تلویزیون نگاه میکنیم یه دفعه تمایل سکس پیدا میکنیم. اینجا جاییه که سکس خودش اومده، پس وقتی سکس رو برقرار میکنیم خیلی لذت بخشه. ولی وقتی درخواستی باشه ممکنه ما درخواست کنیم ولی اون راضی نباشه، اون الان تمایلی به سکس نداره. ببین موقعی که سکس خودش میادم برای تو اومده، برای اون که نیومده. بعد عملا یه دو درخواسته. تو این فیلم ها نگاه میکنی طرف پا میشه میره مسافرت، تو مسافرت نشستن چه میدونم دارن تلویزیون نگاه میکنن یه چیزی، یه دفعه هم دیگه رو نگاه میکنن، یه ماچ میکنن، یه بغل میکشونن به رابطه جنسی. بعد میگی ببین سکس خودش اومد. سوال من نه، این دوتا قراری برای این سکس نداشتن؟ میگی نه نداشتن. پس مرض داشتن دوتایی با هم دیگه اومدن مسافرت؟ همین یعنی قرار برای سکس دیگه. حالا شما با همسرت میگی مثلا 3 روز تعطیلیم پاشیم بریم کیش. سوال اینه آیا تو کیش هیچ سکسی قرار نیست داشته باشین؟ شما میگین نه معلوم نیست داشته باشیم یا نداشته باشیم. بابا رفتین مسافرت دیگه معلومه یه سکس هم دارین. پس اینجوری نیست که حتما باید خودش بیاد. پس من اینو قبول ندارم. این جزء باورهای غلطیه که براتون جا انداختن که سکس باید خودش بیاد و اگه یکی درخواست کنه معمولا سکس خوبی نخواهد بود. نه، اما اینکه شما درخواست سکس میدی، طرف مقابلت میگه من خستم، حوصله ندارم، ولی قبول میکنه سکس داشته باشی. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت همسرت پشتشو میکنه، مثلا خانمت پشتشو میکنه، میگه تو هر کاری دوست داری بکن. خیلی ساده. پس سکس رو قرار نذاشتین، درخواستی بوده. اما شما که رابطه رو برقرار میکنی بعد میخوای انقدر ادامه بدی که اونم به ارگاسم برسه. بابا اون گفته حوصله ندارم، پس هر چقدر تلاش کنی به ارگاسم نمیرسه، چون اصلا حوصله سکس رو نداره. یه وقت رابطه رو برقرار میکنی بعد میبینی موج کمرش شروع شد، یعنی شروع کرد خودش رو تکون دادن، داره لذت میبره. اون وقت من میگم یه ذره ادامه بده، ببین مال اونم میخواد بیاد یا نمیخواد. ممکنه بازم نصف مواقع که حتی خودش رو تکون میده به ارگاسم برسه، نصف مواقع به ارگاسم نمیرسه. چون وقتی میگه حوصله‌شو ندارم، آمادگیشو ندارم، بیشتر آمادگی ذهنیه. جسمی که الان اونجا دراز کشیده، جسم آمادگی داره، ذهنش آمادگی نداره، داره به یه مشکلاتی فکر میکنه به هر دلیلی. پس وقتی شما درخواست میدی، تو درخواستی ها اینکه دوتاشون حتما به ارگاسم میرسن خیلی کم اتفاق میفته، چون تو درخواست اون معمولا میگه حوصله ندارم ولی رابطه برقرار میکنه، فداکاری میکنه. این فداکاری که کرد یعنی خلاصه رابطه تو برقرار کن ولی من تمایلی ندارم. پس اصرار نکنین که تو سکس درخواستی حتما باید دوتامون به ارگاسم برسیم. این سختگیریه رو نکنین. پس آیا سکس حتما باید طبیعی و خودجوش باشه؟ نه، ولی سکس طبیعی یه ذره لذت بخشتر میشه. حالا یه موقعی شما درخواست میکنه اونم میپذیره، این همون سکس طبیعی است دیگه. مگه درخواست چجوریه؟ حالا تو فیلم نشون میده این اینجوری اونو نگاه میکنه، اونم اینجوری نگاه میکنه، بعد این صورتشو یه ذره میبره جلو، اون صورتشو میاره جلو، بعد خورد میرن جلو هم دیگه رو میبوسن. خب این یعنی درخواست سکس دیگه. خلاصه منتها فعلا با بوسه شروع میشه، بعد قطع میکنن، بعد صورت‌ها میاد عقب، دوباره هم دیگه رو نگاه میکنن، بعد بوسه بعدی، بعد میان فاصله میگیرن، بوسه بعدی، یه دفعه میبینن میچسبن به همون رابطه جنسی. بابا اینم یه نوع درخواست دیگه. پس یه جایی شب میخواین بخوابین، میخوای شب بخیر بگی ماچش کنی، خب یه بوسه، میای عقب
بعضی وقتا میگی شب بخیر، پشتش میکنه شب بخیر، یعنی خوابیدیم دیگه شب بخیر. یه موقعی نه، میای عقب میبینی همینجور داره نگات میکنه، برو جلو یه ماچ دیگه بکن، دوباره صورتت فاصله بده، یه خوشگلم، قربونت برم، جیگرم، عسلم، یه چیزی میگی، یه بوس دیگه. بعد ممکنه یواش یواش این بوسا به رابطه کشیده بشه. حالا شما اسم اینو میذارین سکس طبیعی و خودجوش، من اسمشو میذارم بازم درخواست. سکس کلا با درخواست شروع میشه، کلا با درخواسته. رفتین توی خونه نشستین با هم دارین حرف میزنین، ممکنه به رابطه کشیده بشه، طبیعی و خودجوش نبوده. بعضیا خیانت میکنن، رفتن خونه طرف، اونجام رابطه برقرار کردن، بعد میگه هیچ قراری برای این رابطه نداشتیم. خب چه فرق میکنه قرار داشتی یا نداشتی؟ خیانته دیگه. یعنی چون قراری برای این رابطه نداشتی اشکالی نداره الان خیانت کردی؟ خودشون هم قبول دارن، میگن نه اشکال داره. پس این چه حرفیه که میزنی؟ قراری نداشتیم. یعنی میخوای از جرمت کم کنی، میخوای بگی آره من رفتم خونهشون، اینجوری نبود که فکر کنیم از قبل قرار گذاشتم برم رابطه جنسی برقرار کنم. باشه قرار نذاشتی، رفتی اونجا رابطه جنسی تو برقرار کردی، بیخود کردی، الان باید جواب پس بدی که چرا همچین کاری کردی. پس اینجوری نیست چون یه سکس خودجوش بوده پس مثلا برنامه ریزی واسش نشده. خلاصه سکس خودجوش و طبیعی داریم، سکس برنامه ریزی هم داریم. تقریبا همه این سکس ها برنامه ریزی بوده. حالا شما میگی جلسه اول اصلا رفتم خونهشون و ما با هم رابطه جنسی داشتیم، اگه یه بار دیگه بری خونهشون یعنی برنامه ریزی جنسی. چرا؟ چون یه دفعه رفتی رابطه جنسی داشتی دیگه. دفعه بعد میگی دارم میرم خونهشون، اینجوری نیست دیگه بهانه بیاری. نه ما هیچ برنامه‌ریزی نداشتیم. چرا داشتی؟ دفعه قبل رفتی رابطه جنسی برقرار کردی. پس مطمئن باش این دفعه هم میخوای بری ممکنه به رابطه کشیده بشه. نمیگم رابطه جنسی برقرار نمی‌کنی ها. نه اینو نگفتم. یا برقرار میکنی، اینم نگفتم. ولی چون دفعه قبل رابطه جنسی داشتی، هر دفعه بری خونشون ممکنه به رابطه کشیده بشه. پس اگه برگردی بگی نه دفعه دوم هیچ برنامه ریزی برای رابطه جنسی نداشتیم، همینجوری رفتم خونشون، بی خود کردی، رفتی خونه یکی رابطه جنسی برقرار کردی، دفعه بعد همینجوری دوباره رفتی. اما برای کسایی میگن بی خود کردی که همسر دارن به این میگن خیانت. پس حتی دفعه دوم ولو اینکه بری خونهشون رابطه جنسی هم نداشتی، بازم خیانت کردی، چون رفتی خونهشون. خونه یه طرف رفتی، خیانت محسوب میشه، چون نسبت به اون آدم یه بار رابطه داشتی و یه بار نظر داشتی. یه دوست دختر داشتی، قبلا دوست دخترت بوده، با این دوست دخترم رابطه جنسی داشتی، حالا ازدواج میکنی، بعد به عنوان دوست خانوادگی اون دوست دختره رو معرفی میکنی. چرا؟ چون دوست دختر قبلا با خانواده‌ت هم سلام علیک داشته، تو مهمونیاتون هم اومده، همه اینا. حالا به عنوان دوست خانوادگی معرفیش میکنی و بعد با همسرت پا میشین میرین خونه اون دوست دختره. غلطه، داری خیانت میکنی، چون با اون دوست دختری یه نظر داشتی. با کسایی که قبلا رابطه جنسی داشتی باید رابطه تو قطع کنی. چرا؟ چون میگی خب من که الان رابطه ندارم، من ازدواج کردم، من مطمئنا اونو با اون دید نگاه نمی کنم، من با تو موافقم ها، هیچ اشکالی نداشت. الان برای آمریکا و اروپا صحبت میکردم میگفتم اشکال نداره، ولی تو ایران اشکال داره. چرا اشکال داره؟ فرض کن خانومت یه آقایی بوده که قبلا با اون رابطه داشته، حالا سکس کامل هم نداشته، پس بکارتش هم از بین نرفته، ولی لخت و اور شدن، خودشونو به هم دیگه مالیدن. خلاصه حالا به عنوان دوست خانوادگی به تو معرفی میکنه و بعد بارها هم رفتی خونهشون، بارها تو تولدای خانومت این آدم هم دعوت کردی، تازه میفهمی این با خانم من یه ارتباطایی داشته. اگه تو بگی نظر من هیچ اشکالی نداره، اینا مال قبل از ازدواجش بوده، مسئله نیست، همچنان دوست خانوادگی ما بمونه، اون وقت من میگم هیچ اشکالی نداره، تو هم یه دوست دختری تو میتونی معرفی کنی و بارها بری خونشون. اگه بگی نه خیر این آدم به تو نظر داشته، تو رو بغل کرده، ماچ کرده، دیگه حق نداری اینو ببینی، پس تو هم حق نداری دیگه دوست دختره رو ببینی. و چون تو ایران تقریبا میتونم بگم 90% آقایون میگن اگه خانم من با کسی قبلا ارتباط داشته، ارتباط در حق بوسمالی بوده، یعنی هم بوس هم مالش، فقط بوسمالی بوده، حق نداره دیگه اونو ببینه. میگم 90% مردم میگن دیگه حق نداره اونو ببینه. از اون 10% که میگن اشکالی نداره ببینه، 5% خودشون دارن همین کارا رو میکنن و چون خودشون دارن این کارا رو میکنن میگن اونم انجام بده. 5% مردا هستن
که بگن خیلی خب اشکال نداره و خیلی متمدنانه به قول خودشون، روشن فکرانه باز به قول خودشون عمل میکنن. من اینو نگفتم. نظر من تو ایران قطعا قطع رابطه است با کسایی که قبلا بوسمالی داشتین. حالا یه وقت میگه نه خواستگارم بوده، مسئله نیست. ولی هر دفعه میخوایم برین خونه خواستگاره، بعد که بیاین دعواتون میشه. چرا؟ چون یا خانمه یا آقای خواستگاره رو مسخره میکنه. یعنی میرین خونه‌ش رو میایم، بعد میگه اخ شانس آوردی با این ازدواج نکردی یا این خواستگاره بدبخت شده بودی. دیدی خونه زندگیشون چجوری بود؟ اینجوری بود اونجوری بود. حالا اگه نه خونه زندگیش خیلی خوب باشه، خواستگار قبلی شما هم بوده، میاین میگی دوست داشتی همین خواستگاره باشه ازدواج کرده بودی؟ یه دزد قاچاقچی اینا شوهرت بود، عوضش خونه زندگیت اینجوری بود. یعنی داره تو رو تست میکنه. یعنی ببین الان پول داری، این دزد قاچاقچیه که پولدار شده. اگه تو برگردی بگی آره تمام، تا آخر دیگه دعواتون همیشه ادامه داره. هر موقع حرف بزنه میگه برو با همون دزده زندگی کن، من آدم سالمم، نمیتونی با یه آدم سالم زندگی کنی. یه خواستگار داشتی چه میدونم بعدم مواد مخدر مصرف کرده، بعد میرین خونهشون میفهمه که خواستگارت بوده و میدونه که مواد مخدر مصرف میکنه، چی میگه؟ هر دفعه دعواتون شد میگه برو بدبخت با همون شیشه‌ای بدبخت برو زندگی کن، تو لیاقت نداشتی. برای همین این جزء دعواهای همیشگی تا آخر عمر خواهد بود. برای همین من پیشنهاد میکنم که رابطه قطعاً قطع بشه. سکس بدون نوز ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ جلسه قبل براتون توضیح دادم. کسانی این جمله رو میگن که خود غربم بعضی وقتا میگه، چون اعتقاد دارن اگه دخول انجام نشه سکس انجام نشده. شما میری دادگاه میگی شوهر من با این آدم سکس انجام داده. دادگاه هم اگه دخول انجام نشده باشه این کار رو سکس نمیدونه. حالا ولو اینکه خودشون رو هم دیگه مالیده باشن، شاید هم دیگه رو بغل کردن ماچ کردن، نمیدونم، اینا رو سکس نمیدونن. معمولا خیلی جاها اگه دخول انجام نشه اینو سکس نمیدونه. نظر من بوسمالی خالی هم میتونه سکس باشه، میتونه باشه. لخت و اور میشن دخول انجام ندادن، هم دیگه رو بغل کردن، میتونه سکس باشه. هر چیزی که هیجان سکس رو ایجاد کنه از نظر من میتونه سکس تلقی بشه. اما یه مرزی داره. مرزه چیه؟ نظر من مرزه اینه که لباس زیرشون رو در نیارن. این مرزه. حالا یه سوال، آقای شورتشو در نیاورده، از روی شورت داره میماله به شورت خانومه، آیا این سکس محسوب نمیشه؟ چرا میشه؟ بازم سکسه، بازم کار غلطیه. اینجوری نیست که یه نفر بگه نه ما که رابطه جنسی نداشتیم، من که دخول نداشتم پس سکس محسوب نمیشه. خیلی از آدمایی که خیانت کردن میگه فقط قربون صدقه رفتیم، سکس که نداشتیم. سکس هم تازه فقط دخول میدونه، وگرنه رفتن نشستن چای خوردن بعد هم دیگه رو بغل کردن، کلی هم عشق بازی کردن. میگه بابا هم دیگه رو بغل کردیم فقط ماچمالی کردیم، همین. اصلا من یه جاشو ماساژ دادم، همین. آیا اگه یه جاشو ماساژ دادم و اون به ارگاسم رسید سکس محسوب میشه؟ بعد اگه ماساژ دادم به ارگاسم نرسید دیگه سکس محسوب نمیشه؟ واقعا اینجوریه؟ نه، این نیست. بازم سکس محسوب میشه. ولی با این حال میگم یه سری از کشورها حتی غرب اعتقاد داره دخول انجام نشده باشه سکس محسوب نمیشه. پس یه جمله که میگن سکس بدون نعوذ ممکن نیست، کسانی هستند که دخول رو اعتقاد دارن این یعنی سکس. جلسه قبل براتون توضیح دادم که حتی کسایی که نعوذ ندارن میتونن سکس انجام بدن. جلسه قبل، برین جلسه قبل رو دوباره نگاه کنین که چجوری بود. براتون توضیح دادم که کلیتوریس رو میتونه خلاصه هیجان زدش کنه و حتی به ارگاسم هم برسن، بدون نعوذ حتی به ارگاسم برسن. مرده چی؟ مرده که نعوذ نداشته آیا به انزال میرسه؟ مرده همین که سکسش رو انجام بده، همسرش هم میتونه به ارگاسم برسونه، این زندگی همچنان میتونه ادامه پیدا کنه. اما مرده باید پاشه بره برای درمان، میره پیش سکس تراپ، براش توضیح میدن. بیشترین دلیل نعوذ نداشتن هم گفتم جسمیه، بیشترین دلیلش. پس میره اول جسمش رو معاینه میکنن، همه کارا رو انجام میدن، بعد که جسمی حل شد، بعد که سکس تراپ گفت نه جسمی نیست، همه جسمی حل شد، اون وقت میرن سراغ ذهن. زندگی سالم یعنی داشتن سکس هر روزه. همچین چیزی نیست. کسانی که خودشون سکس رو خیلی دوست دارن
چون سکس رو دوست دارن اینا توضیح میدن که سکس باید هر روز انجام بشه و همچین چیزی نیست. زندگی سالم داشتن سکس برای زندگی سالم قطعیه. پس اینکه یه زن و شوهر بگن ما داریم با هم زندگی میکنیم و سکس نداریم، از نظر من زندگی سالمی ندارن، ولی زندگی دوام پیدا میکنه، ادامه بدن. این خواهر مردر، اینا رو هم جلسه قبل صحبت کردم، ولی غلط. قطعا باید سکس داشته باشن. کمترین سکس ماهی یه باره. اگه ماهی یه بار کمتر سکس دارین، قطعا مراجعه میکنین پیش سکس راب. تازه ماهی یه بار سکس دارین هم مراجعه کنین پیش سکس راب. اونم از نظر من خیلی غلطه، بازم بریم پیش سکس راب. سکس مکرر باعث ایجاد مشکل در سلامتی آقایون یا خانوم ها میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه تو یه روز حتی 3 بار سکس داشته باشیم، مثلا مال خانومه گشاد میشه؟ نه، نمیشه. آقای چی؟ اگه 3 بار سکس داشته باشه آسیب میبینه؟ نه، نمیبینه. اما هر روزی 3 بار یه مدت برین جلو چی؟ اون وقت آقای ضعیف میشه، خانومه هم ضعیف میشه. کسایی که تازه ازدواج کردن بعضی وقتا روزی 3 بار 4 بار 5 بار با هم سکس میکنن، تازه ازدواج کردن دیگه، اشکالی نداره. ولی همینا بعد از یه مدت سکس براشون ضعیف میشه. یعنی چی؟ یعنی لذت هیجان سکس از بین میره. وقتی این هیجان سکس از بین رفت، بخشی از اون چکه. این دوتا رو همه رو کنار هم دیگه نگه میداشت و از دست میدن. بعد خودشون احساس میکنن دیگه منو دوست نداره، دیگه هیکلمو دوست نداره، امشب گرفت خوابید، امشب نیومد منو بغل کنه رابطه جنسی داشته باشیم. وقتی تکرار بشه سکس بارها و بارها، یواش یواش میتونه بهتون آسیب بزنه. آسیب چیه؟ همین که تمایلتون به سکس کم میشه. صبح ظهر شب بهتون چلو کباب میدن، خیلی هم خوشمزه است، ولی یه روز حالتون به هم بخوره از این چلو کباب. مخصوصا اگه چلو کبابه فقط یه مدل باشه. باز اگه مدل‌های مختلف باشه من میگم یه ماهی 2 ماهی شاید دوام بیارین. پس اگه سکستون کاملا یک نواخت باشه، بعد از یه مدت به عادت تبدیل میشه. جلسه قبل رو عادت صحبت کردم که وقتی به عادت تبدیل بشه اون وقت دیگه ذهنتون اینجا نخواهد بود. وقتی ذهنتون اینجا نخواهد بود، ممکنه به زود انزالی کشیده بشه یا ممکنه لذت رابطه جنسی خیلی کم بشه. لذتی کم شد، تقاضا برای رابطه کم میشه، در نهایت میشه آسیب. پس مشکل تو سلامتی ایجاد میکنه؟ نه، ولی بستگی داره چقدر سکس مکرر چقدر باشه. بازم گفتم استاندارد تقریبا جهانی هفته‌ای 2 باره، استاندارد ایران هم هفته‌ای 2 بار. حالا این هفته‌ای 2 بار میشه هفته‌ای 3 بار. به این نمیگن سکس مکرر. هر روز اگه سکس باشه یعنی اون آدم خیلی هاته. این یکی چی؟ اگه اینم قبول کنه هر روز سکس داشته باشه یعنی اینم هاته دیگه. اگه هات نباشه، تستی که جلسه اول ازتون گرفتم، اگه این هات نباشه، اون هاته، هر روز رابطه داشته باشن، اون وقت یکیشون از رابطه اصلا لذت نمیبره و به مرور سردمزاجی جنسی میگیره. اینها رو هم قبلا توضیح دادم. و بعد از کجا بفهمیم که بدنتون اصلا سکس میخواد یا نه؟ خوب دقت کنین. یه جمله یه جا خوندم خیلی برام جالب بود. میگفت بدن دروغ نمیگه. ممکنه ما آدما دروغ بگیم ولی بدنمون دروغ نمیگه. حتی وقتی یکی دروغ میگه، یه دستگاه دروغ سنج میتونن بهش وصل کنن و شناسایی کنن که این زبونش داره دروغ میگه. چرا؟ چون بدنش دروغ نمیگه. چون بدنش استرس میگیره موقعی که دروغ میگه. چون بدنش باید به یه چیزایی فکر کنه تا بتونه دروغ بگه. بعد چون دروغ گفته تمام سوالای بعدی رو باید تنظیم کنه که مخالفتی با اون دروغه نداشته باشه. بعد که ارتعاشات مغزیش رو اندازه میگیرن، میبینن از یه جایی یه دفعه ارتعاشات خیلی بیشتر شد. یه دفعه فکرایی که این باید فکر کنه تا حالا سوال و جواب بده اصلا یه چیز دیگه میشه. بدنش عرق میکنه، ضربان قلبش بالا میره، استرس میگیره. همه اینها، بر اساس همه اینا میتونن دروغ سنج رو تنظیم کنن. بدن دروغ نمیگه. حالا میخوای رابطه جنسی برقرار کنی، بدنت دروغ نمیگه. آقاه حوصله رابطه جنسی نداره، خانومه میخواد رابطه برقرار کنه، بغلش میکنه، ماچش میکنه، نعوذ پیدا نکرد، یه ذره ماساژش میده، نوز پیدا نکرد، دستشو میبره اونجا رو هم ماساژ میده، نوز پیدا نکرد. و آقای همون اولش گفته خستم، باید بپذیری خسته است دیگه. وقتی آقای میگه خستم و بعد تو شروع میکنی ماساژ دادن که نه من رابطه رو میخوام و شروع کردی ماساژ دادن، بعد نوز پیدا نکنه،
آقای اعتماد به نفسش شدیداً پایین میاد، احساس میکنه نمیتونم خانومم رو ارضا کنم. اگه خانوما شروع کردین ماساژ دادن و دیدین نوزش دیر داره شکل میگیره، رابطه رو قطع کنین، چون این آقای به نوز کامل نمیرسه، چون خسته است زود انزالی پیدا میکنه تو این رابطه رو برقرار میکنه، ولی چون بدنش خسته است و بدن دروغ نمیگه، زود میخواد رابطه رو تموم کنه، خسته است، حوصله نداره، پس زود انزالی تو رابطه پیدا میکنه. بعد که زود انزالی پیدا کرد نمیتونه تو رو راضی نگه داره، بعد اعتماد به نفس خودش پایین میره، احساس میکنه نتونستم اون کاری که باید رو انجام بدم، همسرم اونقدر راضی نبود از من، همین میشه آسیب. پس اگه خانومه میگه نه، آقای یه ذره ماساژ میده، بازی ور میره باهاش، بوسمالی میکنه و خانومه قبول میکنه، خانوما گفتم حتی توی رابطه جنسی ممکنه چند بار به اورگاسم برسن، خانوما زودتر میتونن به اورگاسم برسن، اما به شرطی که حداقل 12 دقیقه رابطه طول بگیره. اگه خانومه بگه حوصله ندارم، آقایم تو 4-5 دقیقه به انزال برسه، رابطه رو تموم میکنه. اینجا تموم، هیچ آسیبی هم نمیبینه زندگی، اشکال نداره، چون خانومه خودش قبول کرد رابطه رو داشته باشه. آقای قبول کنه رابطه داشته باشه و بعد به انزال نرسه، نوز پیدا نکنه، رابطه آسیب میبینه. دفعه بعد برای رابطه نگرانه که نکنه دوباره نوز پیدا نکنم. بعد دفعه بعد که نوز پیدا کنه، رابطه خوب داشته باشه، اون مسئله قبلی حله. ولی اگه دفعه بعدم خواست رابطه برقرار کنه، نوز پیدا نکنه یا دیر نوز پیدا کنه یا نوز کامل نداشته باشه، 3-4 دفعه این اتفاق واسش بیفته، دفعه پنجم سخت به نوز کامل میرسه. پس ترجیحاً اگه آقای میگه خستم، قبول کنید که رابطه نداشته باشید. خب یه باور غلط دیگه میگه پایان رابطه جنسی حتما با انزال باید صورت بگیره. نه، گفتم رابطه جنسی رو آدمایی که دخول میدونن، انزال رو هم پایان رابطه میدونن، چون وقتی انزال پیدا کرد اون وقت نوز بین میره و دخوله دیگه عملا تمومه دیگه. پس اینا میگن سکس تموم شد. منی که میگم حتی بدون نوز میتونین سکس داشته باشین، پس فرق نمیکنه. سکس یعنی همچنان به عشق بازی ادامه بدین. پس انزال تموم شده ولی همسرت هنوز به اورگاسم نرسیده، همچنان داری سکس انجام میدی، چون اون میخواد به اورگاسم برسه. پس همچنان بوسمالی تو ادامه میدی، با دستت ماساژا رو انجام میدی تا اونم به اورگاسمش برسه. آیا اگه این آدم به انزال رسید، نوزش تموم شده و با 2 انگشت همچنان ادامه بده، بهت یاد دادم چه جوری سکس دوگانه ای انجام بدی، دوگانه سوزا اون توضیح دادم که هم کلیتوریس رو هست، یعنی ماساژ میدی، هم نقطه جی رو، همونی که گفتم 2 انگشت رو وارد میکنی، این انگشت بالا میمونه و اینجوری حرکت میکنه، این بالاییه میره رو کلیتوریس ضربه میزنه، بعد میاد پایین، 2 تا انگشتا میرن نقطه جی رو یه ذره ماساژ میدن. پس این سکس دیگه، اصلا دخولی توش انجام نشده ولی سکس، با دستت داری سکس انجام میدی. پس این جمله که حتما باید سکس با انزال به پایان میرسه رو من قبول ندارم. حالا تو میگی خیلی با انگشتار وارد کردم، اصلا این کارم انجام دادم، اورگاسم نشد. خانم میگه مرسی، خیلی خوش گذشت، یعنی بسه، اورگاسم نشدم. سکس انجام ندادی؟ چرا؟ سکس انجام دادی، اونم لذت برده، تو هم لذت بردی، سکس تمومه. پس سکس رو انجام دادی. همینجا من بگم انقدر حساس نباشید که حتما باید اون به اورگاسم برسه یا من باید به انزال برسم. نه، سکستون انجام دادین، تو این مرحله هم تموم کردین، شب بخیر بخوابین. فردا یا پس فردا ممکنه سکس قوی تری رو انجام بدین، احتمال به اورگاسم یا انزال رسیدن بالا میره. پس نگران نباشید. یه باور غلط اینه که همیشه مردا باید پیش قدم بشن. فکر کنم جلسه قبل براتون توضیح دادم ولی بازم جزء سوالاتون بود. نه، اصلا همچین چیزی نیست. خیلی وقتا میتونن خانوما پیش قدم بشن. خانومایی که پیش قدم نمیشید، خانمایی که پیش قدم نمیشن، این باور غلط رو تو مردا ایجاد میکنن. بعد این مردا یه جایی با هم دیگه دارن صحبت میکنن، اون میگه خانم من هیچ وقت برای سکس پیش قدم نمیشه، اون یکی میگه آره خانم منم پیش قدم نمیشه. بعد این دوتا دیگه باور میکنن خانوما اینجوریان. نه، غلطه. خانمایی که پیش قدم نمیشید این باور رو ایجاد میکنین که سکس اونقدر لذت بخش نیست، چون آقای میگه اگه لذت
بدبخت شد خودش میومد دیگه، یعنی بیا با هم بازم رابطه داشته باشین. پس باور این که سکس خوبی نداریم رو دارین تلقین میکنین به همسرتون. پس تقریبا ماهی یه بار رو شما پیش قدم بشین. احساس بسیار خوبی به مرده دست میده، احساس میکنه کارم خوبه، کارم درسته، داره کیف میکنه. مردان در رابطه تظاهر نمیکنن. چرا نمیکنن؟ بعضی از آقایون هم تظاهر میکنن. یعنی چی؟ یعنی به انزال نرسیده ولی میخواد رابطه رو تموم کنه به هر دلیلی، پس تظاهر میکنه. اما چون نوزش هنوز سر جاشه، اون وقت خانمه میفهمه که نه این نرسید. بعضی از آقایون هم که میخوان تظاهر کنن به هر دلیلی، میخوان رابطه تموم بشه، صدایی از خودشون در میارن که آره منم به انزال رسیدم. بعد فوری رابطه رو تموم کنه و بلند میشه میره توالت، مثلا خودشو بشوره. یعنی هنوز به انزال رسیدم ولی سری پاشد رفت، یعنی هنوز نوز دارم، الان میرم. خلاصه بعد کم میشه دیگه. پس آقایون هم میتونن تظاهر کنن ولی معمولا لو میرن، چون خانم‌ها تشخیص میدن تظاهر آقایون رو. سوال بعدی یا باور غلط بعدی اینه که انزال با اورگاسم تفاوتی نداره. ببینین با هم تفاوت داره. گفتم خانم‌ها انزال ندارن. اصلا خانم‌ها اینجوری نیست که وقتی اورگاسم شدن یه چیزی ازشون میاد بیرون. گرچه بعضی از خانم‌ها حتی ممکنه وقتی اورگاسم میشن ادرار کنن، حتی ممکنه، اما این ادراره آب خاصی نیست که ازشون اومده بیرون به انزال رسیدن. نه، خانم‌ها انزال ندارن. گفتم ممکنه ادرار کنن یعنی انقدر هیجان زده میشن که ادرار میکنن. یه زن و شوهری بودن با هم ازدواج کرده بودن، بعد شب عروسی انقدر خانم لذت برد و یا هر چیزی نتونست کنترل کنه، به هر حال ادرار کرده بود. بعد که رابطه‌شون تموم شد، مرده تختو نگاه کرده بود، دید وای چقدر خیس شده. مرده چی گفت؟ به زنش گفت جیش کردی؟ بعد خانمه گفت نه، چون وقتی ادرار میکنم نمیدونه ادرار کرده، حواسش نیست، یعنی اینقدر هیجان زده شده، برای همین جیش کرده. اونم گفت نه. اما از رابطه بعدی همش نگران بود و خودش شک کرده بود که آره مثل اینکه جیش کردم، و از این به بعد فاتحه رابطه تا آخر عمر برای اون خانم خونده است. یعنی اون خانم دیگه از اون رابطه اون لذتی که اول برده بود نمیبره. چرا؟ چون همیشه هیجاناتشو جوری کنترل میکنه که یه وقت تو رابطه جیش نکنه. خلاصه خیلی ساده گفتم واسهتون، اگر همسرتون تو رابطه جنسی جیش کرد هیچ اشکالی نداره، سخت نگیرین، مال هیجان زیاده، یعنی کارت خیلی خوب بوده، بر همین حسابی لذت برده، نتونسته کنترل کنه، هیجان زده شده. دیدین بعضیا از بس میخندن تو شلوارشون جیش میکنن، همونه دیگه، یه احساسی براش ایجاد شده که دیگه نتونسته نگه داره، یه هیجانی ایجاد شده که نتونسته خودشو نگه داره. حالا تو سکس هم هیجانی ایجاد شده که نتونسته خودشو نگه داره. آیا این جزء آسیب‌های سکسه؟ اگه هر دفعه داره تکرار میشه میتونه جزء آسیب‌های سکس باشه. با یه سکس تراپ تماس میگیرین. بعضی از سکس تراپ‌ها میگن هیچ اشکالی نداره، کاملا طبیعیه، ژنتیکشه، فلانه و حله. بعضیا میگن خیلی خب حالا این کارو بکن. کمترین کاری که میتونی انجام بدی، قبل از رابطه جنسی میری توالت. قبل از رابطه جنسی تخلیه میکنی. وقتی تخلیه کرده که قطعاً چه مرد چه زن قبل از رابطه جنسی برین تخلیه کنین، بعد رابطه جنسی برقرار میکنی. بعضی از سکس تراپ‌ها به آقایون میگن قبل از رابطه جنسی تخلیه نکن. چرا؟ ببین اینجوری نیست که با همه آقایون بگن تخلیه نکن. بعضی از آقایون که نوزشون کمه، میدونی که آقایون وقتی جیش دارن نوز پیدا میکنن، برای اینکه رگ پیسی، برای اینکه عضله پیسی بتونه نگهش داره، نوز پیدا میکنن که فشار رو به ادرار بالا ببرن. پس همین که این ادرار داره نوز پیدا کرده و چون نوز پیدا کرده رابطه جنسیشو بهتر میتونه انجام بده. برای همین بعضیا، گفتم نه همه، بعضیا میگن اشکال نداره ادرار نکن که نوز داشته باشه، به خاطر ادرار رابطت هم برقرار کن. اما اتفاقی که میفته اینه که باید بتونه مواظب خودش باشه که وقتی داره انزال رو انجام میده ادرار نکنه. حالا اینا کسایی هن که از کاندوم هم استفاده میکنن، کاندوم داره استفاده میکنه، برای هم میگه اشکال نداره
ادرار داشتی، نوز داری، همونجوری صبح از خواب بیدار میشه. آقای لازم نیست بره ادرارشو تخلیه کنه بیاد رابطه جنسیشو داشته باشه. اونایی که نوزشون خیلی ضعیفه چون ادرار دارن، اینا خودشون نوز دارن، برای همین خیلی راحت میتونن از کاندوم استفاده کنن، رابطه جنسیشون هم برقرار کنن، بعدم پاشن برن تخلیه کنن. از اون طرف وقتی رابطه جنسی داشتید، مرد به انزال میرسه، وقتی میره توالت ترجیحاً باید کمی ادرار کنه. چرا؟ که یه جاهایی شستشو بشه. همین. عملا اون ادراره میره، اجازه نمیده منی تو اونجا مونده باشه، خلاصه یه ذره میشوره. پس این هم یه سری از سکس تراپا حتما میگن که بعد از رابطه آقایون حتما برم یه کمی ادرار کنن. از اون طرف به طرف میگن قبل از رابطه میری خالی میکنی، بعد میای رابطه برقرار میکنی، بعد حالا برو دوباره یه کم ادرار کن. خب نداره دیگه، واقعا قبلا ادرار کرده بوده. پس اونقدر سخت نگیریم، بدن بلده چی کار کنه. بدن ما خیلی حرفه‌ای تر از اینها میتونه عمل کنه. اما فقط کسایی که نوز ندارن، نوزشون ضعیفه، این روش هم یه ذره جزء تکنیکا میتونین داشته باشین. حالا اگه از کاندوم استفاده نمی‌کنین، اگه میگی داره میریزه، حتما برو یه ذره‌شو خالی کن بعد بیا. یعنی نوزه هنوز یه ذره سر جاش هست، یه مقدارشو خالی کن که بتونی خودتو کنترل کنی. اگه میگی داره میریزه، من میگم نه، چون وقتی انزالت انجام شد ممکنه ادرارت هم حواست نباشه انجام بده، همون هیجانه بگیرتت، خلاصه یه وقت تخلیه کنی. اینم غلط. بعضی میگن رابطه جنسی مثل تمرین ورزشیه. اصلا رابطه جنسی برقرار میکنی لاغر میشی. میخوای لاغر شی، برو رژیم بگیر، برو ورزش کن. چی رابطه جنسی برای لاغری انجام میدیم؟ برای همین بعضی آقایون میگن من چاق شدم، هر شب باید رابطه جنسی داشته باشیم لاغر شم. واقعا فکر میکنی رابطه جنسی چند کالری ازت میسوزونه؟ میگه بابا ما رابطه جنسی برقرار میکنیم عرق میکنم، مثل اینه که رفتم ورزش رو دستگاه تردمیل کلی دویدم. اصلا مثل اون نیست. 5 دقیقه پیاده روی چقدر کالری مصرف میکنه؟ یه رابطه جنسی هم همونقدر کالری مصرف میکنه. حالا اگه تو با 5 دقیقه پیاده روی هر روز لاغر میشی، اون وقت فکر کن هر روز رابطه جنسی برقرار کنی، پس لاغر میشی. پس بدون تعارف لاغر میشیم با رابطه جنسی رو بریزین دور. نه خیر، همچین اتفاقی نمیافته. برای لاغری هم رابطه جنسی برقرار نکنین. برای لاغری پاشین برین از روش‌های دیگه استفاده کنین. یه باور هست که میگن ارگاسم خانوما به عملکرد مردا موقع رابطه جنسی وابسته است. یعنی چی؟ یعنی اگه خانومه با ارگاسم نرسید، کلاً تقصیر مرد است که نتونسته اینو به ارگاسم برسونه. همینجا من بگم 60% ارگاسم رسیدن خانوم ها به خودشون مربوطه، 40% مال مرداست. تازه 40% رو منم تازه بالا گرفتم. اما یه سری از کشورهای غربی اعتقاد دارن 90% به عملکرد مرده بستگی داره. یعنی خانم اصلا میخواد به ارگاسم نرسه، ولی مرده میتونه جوری رابطه جنسی رو برقرار کنه که خانومه به ارگاسم برسه. من این جمله رو اصلا قبول ندارم. خانومه از شوهرش بدش میاد، متنفره به خاطر اشتباهی که شوهرش کرده. حالا شوهره 1 ساعت هم با این ور بره، اصلا 1 ساعت دخول انجام بده، خانومه به ارگاسم نمیرسه. اینجوری نیست که فکر کنین چون این دخول داره انجام میده و طولم داده 12 دقیقه تا 15 دقیقه هم طولش داد این حتما به ارگاسم میرسه. نه، وقتی این تو ذهنش داره به یه چیزای دیگه فکر میکنه، این همونه که به مادرم اینو گفت، این همونه که با خواهرم اینجوری رفتار کرد، این همونه که این رابطه بد با یکی دیگه داشت، این همون خاک بر سریه که چه میدونم این کارا رو کرد، این همونه که منو گرفت زد. مگه این تو رابطه جنسی اون وقت به ارگاسم میرسه؟ تا وقتی که ذهنش داره به این چیزا فکر میکنه احتمال ارگاسم پایین میاد. منتها تو غرب چرا اینو میگه؟ چون اون دعوایی که تو ایران یه ذره بیشتره سر خیلی چیزا، اونجا یه ذره کمتره. اونجا بابا از خیابون میخواد رد بشه، با آرامش داره رد میشه. تو ایران نه، از خیابون رد شدن استرس داره، مهمونی رفتن استرس، مهمون اومدن استرس. استرس تو ایران خیلی بیشتره. دعواهای صمیمیت عاطفی هم تو ایران بیشتره. تو غرب بعضیا میگن چه فرق میکنه، خب اون آمریکاست مثلا ایران دیگه، دعوای صمیمیت عاطفی یکیه. نه، یکی نیست. تو آمریکا اگه یه نفر فقط 4 روز در هفته کار کنه، میتونه خرج خودشو کامل در بیاره. اگه 4 روز در هفته کار کنه، میتونه اجاره خونه‌شو بده، میتونه گوشت بخره، میتونه خرج زندگی خودش و همسرشو در بیاره.
تو ایران یه نفر اگه یه هفته کامل هم کار کنه، جمعهش هم کار کنه، نمیتونه گوشت بخره، اجاره خونش هم بده. شما میگی خب اگه یکی کار کنه، میگی نمیتونه. چرا؟ کارهای سطح پایین رو میگم، اون سطح پایینی که درآمدش اونقدر بالا نیست. یه کارگر تو ایران هر روز هم کار کنه سخت زندگی میکنه. خب قطعا رابطه جنسی این کارگره تحت شعاع قرار میگیره. یه کارگر، یه شرکت ساختمانی بود تو کانادا، بعد کارگرا می اومدن ماشیناشون رو پارک میکردن. یکی از دوستای من رفت کانادا و بعد گفت میخوام برم کارگر ساختمانی بشم. البته دوست من نبود، دوست پسرم بود. بعد پسرم گفت پدر نگاه کن، این دوست من رفته کانادا کارگر ساختمانی شده. بعد این کارگره وارد اون پروژه میشه، ماشینش رو پارک میکنه، پیاده میشه با موبایلش از ماشینا فیلم میگیره که کارگرایی که امروز اومدن سر کار ماشیناشون رو میخوام نشونتون بدم. یه فیلم میگیره از ماشینا، تقریبا میتونم بگم شاید مثلا چه میدونم 50 تا کارگر اونجا بود، 30 تا بی ام و بود، 20 تا بنز بود، حالا 7 10 تا ماشینای دیگه بود. یعنی 30 تا بی ام و ماشین خودش رو گرفته بود که بی ام و بود. بسیاری از کارگرای اونجا بی ام و داشتن. تو ایران اینجوریه؟ واقعا فکر می‌کنی تو ایران کارگرا بی ام و دارن؟ اون کارگره با حقوق کارگریش تو کانادا میتونه بی ام و بخره. برای همین قطعا استرساش خیلی کمتره. تو ایران شرایط فرق میکنه. برای همین میگم شرایطی که اونا تعریف میکنن یا همچین جمله‌ای که میگن مال اون وره، مال این ور نیست. تو ایران شرایط خیلی سخت‌تر و خیلی بدتره. پس کسایی میتونن اون بی ام رو داشته باشن که درآمدشون از یه حدی بسیار بالاتر باشه، وگرنه کسی که زیر خط فقر زندگی میکنه قطعا نمیتونه. میگن خب تو آمریکا هم خط فقر هست. بله هست. تو آمریکا هم اونایی که زیر خط فقر زندگی میکنن نمیتونن زندگی کنن. کاملا موافقم. ولی اونی که فقط 3 روز یا 4 روز در هفته کار کنه زیر خط فقر نیست. اون میتونه بالای خط فقر باشه، اون میتونه بی ام وش هم بخره و زندگی کنه. تو ایران این شرایط نیست. برای همین اینقدر جمله‌های غرب رو نیاین مطرح کنین. تو غرب اینجوریه پس تو ایران هم همینجوریه. نه، همچین چیزی نیست. یه جمله دیگه اینه که پس این جمله که ارگاسم به مردم بستگی داره، نه، زیاد اینجوری نیست. آقایون تلاششون رو میکنن و یه خانومی که ذهنش آزاد باشه، ذهنش راحت باشه، حتی آقای داره دخول انجام میده توی پوزیشنی که خانم پشتشو کرده، آقا هم پشت چسبیده بهش و دخول داره انجام میده، نه سکس مقعد یا دخول انجام میده، اون وقت دست آقای میتونه بره جلو و کلیتوریس رو ماساژ بده. حالا آقای این کارو نمیکنه، خیلی وقتا خانم خودش این کارو میکنه. یعنی آقای داره رابطه جنسیشو برقرار میکنه، خانم هم دست خودش رو میبره کلیتوریس خودش رو ماساژ میده، قطعاً به ارگاسم میرسه خانومی که این کارو میکنه. بعضی از خانوما هم نه، خانم همینجوری اون حالت وایساده، دستاش هم همینجوری ول کرده که اون هر کاری باید بکنه تا این به ارگاسم برسه. غلطه. بازم میگم 60% به ارگاسم رسیدن خانوما به خودشون بستگی داره، آقای 40% تلاش میکنه. مدت زمانی رابطه ایدئال برای اینکه بتونه به ارگاسم برسه، خیلی میپرسن چقدره. ببینین من که گفتم 12 دقیقه حدوداً استانداردشه. شما 1 ربع بگیرین رابطه جنسیتون، 1 ربع طولش بدین. این متوسط یه رابطه جنسیه. بعضیا میگن آقا اسلام ما 6 ساعت با هم رابطه جنسی داریم. شیشه زدی عزیزم که 6 ساعت داری رابطه جنسی برقرار میکنی. بعضیا شیشه استفاده میکنن و بعد ساعتها رابطه جنسی برقرار میکنن. همین الان من این جمله رو گفتم، یه عده میگن یعنی شیشه رابطه جنسی رو بالا میبره، پس ما میتونیم بریم شیشه مصرف کنیم وقت 1 ساعت با هم رابطه داشته باشیم؟ بله میتونین، ولی اون لذتی که از رابطه میبری نمیبری. یا صبح پاشی اصلا حالیت نیست که رابطه داشتی نداشتی، یادت نمیاد بعضی از اینا. حالا فرض کن شب تا صبح رابطه جنسی داشتی 10 ساعت، بعد صبح پا میشی اصلا یادت نمیاد رابطه داشتی. فکر کردی به این میگن رابطه؟ خاطرات زندگی چیزایی است که ما باید تو زندگی نگه داریم تا یادمون بمونه من با این همسرم رابطه داشتم، چقدرم لذت داشت بردم. آسیب ایران اینه که خاطر تلخا رو نگه میدارن، خاطر خوشا رو نگه نمیدارن. این میشه آسیب. حالا این که بری شیشه مصرف کنی، رابطه برقرار کنی، هر چند ساعت هم طول بکشه، ولی بعد یادت نمونه، به درد نمیخوره.
رابطه جنسی خوبه که یادت بمونه که دفعه بعد همسرتو نگاه میکنی جلوت راه میره نوز پیدا میکنی، چون میگی وای با این چه لذتی بردم، چه هیکلی داره، چه لذتی داره نگاه کردن بهش. پس نمیرین از اون مواد خاصی استفاده کنین تا بتونین نوز بهتر داشته باشین. یه عده میگن یه باور غلط اینه که برای رابطه جنسی نیازی به گفتگو نیست. کی اینو گفته؟ قطعا باید گفتگو داشته باشی. نمیتونی همینجوری دستشو بگیری برداری ببری تو اتاق رابطه جنسی تو برقرار کنی. یه قربون صدقه باید بری. پس من اینو اعتقاد ندارم. گرچه غرب اینو میگه. حتی میگن میری فاحشه خونه، پولتو میدی، به این حرف نمیخواد بزنی، پولو میدی رابطه‌تو برقرار میکنی. بابا فاحشه خونه هم برد با طرف حرف میزنه. 4 تا جمله میگه. فاحشه هم بلده حتی موقع رابطه یه صداهایی از خودش در بیاره. که چی؟ که یعنی رابطه داره بهم لذت میده. برای همین قطعا گفتگوی جنسی رو من قبل از رابطه، وسط رابطه، بعد از رابطه میخوام. اما چه گفتگویی؟ اینا رو باید بشینین تو رابطه تمرین کنین. بعضیا میگن رابطه جنسی باید آمادگیش باشه، شرایطش هم باشه تا یه رابطه جنسی برقرار بشه. من موافقم با این باور، اما بعضی وقتا آمادگیش نیست، اون یکی دلش میخواد، اینم رضایت میده، پس رابطه است دیگه. بعضیا میگن نه، هر موقع تو حوصله‌شو نداری برای رابطه همیشه میگی نه. چرا؟ چون تو به ارگاسم نمیرسی، چون تو راضی نیستی، چون تو حالشو نداری. برای همین هر موقع حالشو نداری میگی نه. من با این مخالفم. چرا؟ چون خب تو حالشو نداری، همسرت حالشو داره، میگه بیا رابطه برقرار کنیم، تو میگی نه، قبول. اما 2 روز بعد همسرت دوباره میگه بیا رابطه برقرار کنیم، تو هنوز حالشو نداری، بازم میگی نه دیگه. 3 روز بعد همسرت میگه بیا رابطه داشته باشیم، میگی نه هنوز حالشو ندارم. چرا حالشو ندارم؟ تو هنوز از مادرم عذرخواهی نکردی. هر موقع از مادرم عذرخواهی کردی اون وقت من حالشو پیدا میکنم. این مسائل به هم ربط نمیدین، اما میگی این جزء صمیمیت عاطفیه، این به مادرم توهین کرده، برای همین تا از اون عذرخواهی نکنه ما رابطه جنسیمون قطع. اگه این روش رو به عهده پیش بگیری اون وقت مطمئن باشی یه جایی پیش میاد که شوهرت هم برمیگرده میگه تو هم به مادر من توهین کردی، رابطه قطعه. تو به مادر من اینجا هیچی نگفتی، منم پول بهت نمیدم. تو میخوای بری الان اینجا چه میدونم آرایشگاه، نه نمیخواد بری. میخوای بری مسافرت، با اونا حالا نمیذارم بری. یعنی این لج و لج بازیه، همینجور ادامه پیدا میکنه. میگی به مادرم توهین کرده، فرداش زنگ بزن با مشاور صحبت کن. چرا تو این با مادرت میخوای 1 ماه طولش بدی و تو این 1 ماه رابطه جنسی رو هم قطع کنی؟ به مادرت توهین کرده، فردا شب رابطه جنسی میخواین، 2 تاتون رابطتون رو برقرار کنین. توهین کردن به مادر رو باید برین حلش کنین، یه جا دیگه برین حلش کنین. رابطه جنسی اینجا جاییه که به اون صمیمیت عاطفی قطعاً تنه میزنه. به مادرت توهین کرده، فرداش رابطه جنسی میخواد، میگه عشق من انقدر دوست دارم که اشکال نداره. این یعنی فداکاری، یعنی من دارم فداکاری میکنم که اجازه میدم تو رابطه جنسی رو برقرار کنی. اجازه بده رابطه رو برقرار کنه ولی تو به ارگاسم نرس. یعنی الان فکرم ناراحته، یه توهینی بوده، یه چیزی تو ذهنمه، پس تو به ارگاسم نرس ولی اجازه بده رابطه‌شو برقرار کنه. بعد احساس میکنه من رابطه‌مو برقرار کردم ولی اون هنوز داره به یه چیزایی فکر میکنه. این باعث میشه بپذیره که برید پیش مشاور. بریم پیش مشاور که پیش مشاور این مسئله رو زودتر حل کنیم. بعضیا میگن از روش‌های پیشگیری استفاده میکنم. روش‌های پیشگیری کاهش لذت داره. یعنی اون لذتی که باید ببرم نمیبرم. چرا نمیبری؟ میگه خب کاندوم استفاده کردم، پس اون احساسی که باید رو ندارم. پوست آلتم چون به آلت همسرم همسرت احساس رو داره، حتی با کاندوم هم احساس کنی همسرت احساس میکنه یه چیزی رفته اون تو دیگه، اینو احساس میکنه. ولی آقای میگه چون کاندوم استفاده کردم پوست حساس سر آلت که کاملا این طول کانال واژن رو باید احساس کنه احساس نمیکنه. کاندومایی هست که بسیار نازکه، تو مارک کودکس بهش میگن 0.3. میتونی بری داروخانه بگی کودکس 0.3 رو میخوام. 0.3 انقدر نازکه که تقریبا احساس میکنی هیچی تنت نیست، پس خیلی نازک میتونی ارتباطه رو برقرار کنی. بعضی خانوما خیلی هاتن، بعضی از خانوما دوست دارن که کانال واژن حتما احساس بشه. این جور جاها که آقای رابطه رو برقرار میکنه و احساس میکنه خانومم اون لذتی که باید ببره نمیبره، اون وقت میتونی از پوندلای کاندومای خاص استفاده کنی. کاندومایی هست بهش میگن خاردار.
خار نداره، ولی روی کاندوم یه سری برآمدگی‌های کوچولو درست کردن. بازم از همین مارک کودکس خاردار میتونی بری استفاده کنی. وقتی خاردار رو استفاده کنی، چون کاندوم رو کشیدی روش لبه‌های برجستگی داره، این لبه‌های برجستگی وقتی تو طول کانال واژن حرکت میکنه قطعاً کانال واژن رو میتونه حسابی تحریک کنه. پس اونایی که یه سکس داغ میخوان، یه سکسی که همسرش حسابی استفاده کنه، لذت ببره، میتونه از این کاندوم استفاده کنه. بعضیا میگن یه ذره زود انزالی دارم، یه مقدار زود انزالی دارم. ببینید یکی از روش‌های جلوگیری از زود انزالی اینه که دخول انجام میدی، رابطه رو داری برقرار میکنی، موقعی که احساس میکنی میخواد بیاد، منی میخواد بیاد، انزالت میخواد بیاد، آلت رو در میاری، با این دو انگشت زیر آلت رو میگیری و با این انگشت بالای آلت سفت نگرش میداری. این که سفت نگرش داری یعنی اجازه نمیده این منی عبور پیدا کنه، اجازه نمیده بیاد. حالا نوک آلت رو میتونی نگه داری، ته آلت رو میتونی نگه داری. خیلی ها میگن نوک آلت، کلاهک آلت هست، پشت کلاهک رو اینجوری سفت نگه میداری. وقتی سفت نگه داری یه ذره بگذره، اون وقت این مثل ادراریه که داره جیشت میریزه، میگی وای داره میریزه، داره سفت نگرش میداری. بعد که یه ذره نگه داری میبینی 3 دقیقه بعد اصلا ادرار نداری، یعنی این برمیگرده و بعد میمونه. فعلا بهت این امتیاز رو میده یه چند دقیقه فعلا برو وقت تو بگذرون، بعد دوباره میبینی وای داره میریزه، دوباره سفت نگرش میداری، دوباره برمیگردی، یه جوری میگی سر بالا رفت، همونه که سر بالا رفت برمیگرده، دوباره چند دقیقه بهت زمان میده. حالا توی اینم همینطور، وقتی میخوای به انزال برسی قبل از کلاهک رو سفت میگیری، فشار میدی، این باعث میشه که انزال نیاد، در نهایت دوباره چند دقیقه بهت وقت میده. حالا یه دونه کاندوم درست کردن که خودش یه دایره داره، یه چیزی داره که صفر میفته پشت کلاهک. پس این کاندومه، اونم باز کودکس همچین مدلی رو زده. همین کاندومه رو میگی دایره دار، نمیدونم چیه، کلاهک دار، ببین بپرسین داروخانه بگین از اون کودکس ها میخوام که سرش دایره داره، دیر انزالی ایجاد میکنه، بگین مخصوص یه همچین چیزایی هست میدونن چیه. از اون مدل استفاده کنی، اون دایره صفر میاد پشت کلاهک قرار میگیره، عملا خودش یه ذره جلوشو میگیره که نذاره این اتفاق بیفته. پس 3 مدل کاندوم پیشگیری رو من براتون توضیح دادم که میتونه رابطه رو یه ذره لذت بخشتر کنه برای اونایی که از کاندوم استفاده میکنن. باز یه ده سوال پرسیده بودن که اگه ما ناتوانی جنسی داشته باشیم دیگه نمیتونیم سکس داشته باشیم. اینو من جلسه قبل توضیح دادم که میتونین داشته باشین. حتی نعوذ نداشتی دیگه، ناتوانی جنسی بدتر از نعوذ چیه دیگه، نداشته باشی بازم میتونی سکس خوبی داشته باشی. اما برید پیش سکسولوژیستا، من فقط توضیح دادم که رابطتون رو داشته باشین، ولی میریم پیش سکسولوژیست. بعضیا میگن از داروهای محرک استفاده میکنیم برای افزایش لذت جنسی. اگه از داروهای محرک استفاده کنی آسیب میبینی. این آسیب باعث میشه که یواش یواش بدنت به داروهای محرک یعنی عادت کنه. بعد یواش یواش از این محرک‌ها استفاده نکنی، اون نوزی که می‌خواسته دیگه نداری. اعتماد به نفس تو از دست میده. میگی من قرص خاصی خوردم الان این نوزو دارم، بعدن اگه قرص نخورم دیگه نوز نخواهم داشت. اعتماد به نفست از دست میره. و بعد که می‌خوای رابطه جنسی برقرار کنی، قرصت هم نخوردی، بعد همش نگرانی، حالا نوز دارم، حالا ندارم. همین که فکر می‌کنی نوز دارم یا ندارمه باعث میشه که ممکنه نوزت خیلی کم بشه. پس ترجیحاً از قرص‌های محرک استفاده نکنید، ترجیحاً خودتون رابطه جنسی داشته باشین. آدم وقتی از این قرص‌ها استفاده میکنه که بره پیش پزشک و پزشک بگه این قرصو باید بخورید. میریم پیش سکسراب، اگه بهتون گفتش که این قرص‌ها رو استفاده کنین، این داروهای محرک رو استفاده کنین، این روان کننده رو استفاده کنین، اون وقت استفاده میکنین. پس خودتون همینجوری انجام ندید. اینم بخشی از باورهای غلط بود که براتون توضیح دادم. بازم یه تعداد باورهای غلط مونده که اونم باز جلسه بعد یه ذره دیگه راجع به اون صحبت میکنم. اما رابطه جنسی یه رابطه‌ایه که احساسات رو برمیانگیزه، کاملا طبیعیه. پس برانگیختگی احساسات تو رابطه جنسی کاملا درسته. خیال پردازی یکی از اون احساسات. آدمایی که خیال پردازی میکنن در رابطه با روابط جنسیشون، کاملا طبیعیه، چه زن چه مرد. این تصورات ذهنی شکل میگیره تو ذهنشون. بعضیا میگن واقعا این آدم پستیه، تو ذهنش داره به رابطه جنسی فکر میکنه. نه، این پستی نیست. شما وقتی گشنت میشه،
خب به غذا فکر میکنی دیگه، این طبیعیه. حالا به رابطه جنسی نوز پیدا کردی، به رابطه جنسی فکر میکنه. اصلا خیلی به رابطه جنسی فکر میکنن که نوز پیدا میکنن. اگه فکر نکنه که همینجوری نوز پیدا نمیکنه. اگه به رابطه جنسی فکر نکردی و نوز داری، عزیز من جیش داری، برو توالت کن، نوزت میخوابه. پس اونی که به رابطه جنسی فکر میکنه، این خیال پردازی تو رابطه جنسیه. کسایی که تخیلات جنسی دارن، یه تحقیق جالب تو غرب میگه اضطراب کمتری دارن. چرا؟ اضطراب مال وقتیه که آدم یه چیزایی رو نمیتونه فکر کنه، یا اینکه به یه چیزای بدی فکر میکنه. اونی که تخیلات جنسی داره به چیزای خوبی فکر میکنه، در نهایت اضطرابش کم میشه. منتها کسایی این فکر رو بکنن که یه همسری دارن که بعد که نوز پیدا کردن، به این چیزا فکر کردن، بتونن برن رابطه جنسیشون رو برقرار کنن. اونایی که همسره رو ندارن، به این چیزا فکر کردن، در نهایت مجبورن خود ارضایی کنن. خود ارضایی یکی از دلایل زود انزالیه. نگفتم کسایی که زود انزالی دارن قطعا قبلش خود ارضایی میکردن، اینو نگفتم، ولی اونایی که خود ارضایی کنن بعدها قطعا به زود انزالی میرسن. پس این غلط که حتی برای درمان زود انزالی بعضی وقتا خود ارضایی رو دوباره تجویز میکنن. معنیش این نیست که کسایی که خود ارضایی میکنن زود انزالی نخواهند داشت، میتونن رابطه خیلی خوبی داشته باشن. نه، چون اینا خود ارضایی کردن، به زود انزالی رسیدن، از همون خود ارضایی میرن استفاده میکنن که زود انزالی رو درمان کنن. چیکار میکنن؟ میگن با خودت خود ارضایی کن، میخوای رابطه داشته باشی، میری اول توالت خود ارضایی میکنی که بیاد انزالت بیاد، بعد میری رابطه برقرار کنی. چون یه بار این کارو کردی و زود انزالیت انجام شده، حالا برای دفعه بعد خودش زمان میبره. میدونین که یه مرد وقتی انزالش اومد نمیتونه همون موقع دوباره رابطه برقرار کنه. پس اینجا خودش 5 دقیقه ازتون وقت میگیره تا بتونی دوباره نوز پیدا کنی. همین 5 دقیقه رو شروع کنی اونو ماساژ دادن، 12 دقیقه اونو میگذرونی. همین کمکت میکنه که یواش یواش زود انزالی هم برطرف بشه. پس اینم یکی از راهکاراست. ولی بریم پیش سکسولوژیست. من راههای مختلفی رو برای زود انزالی همش دارم مطرح میکنم. اگه شما همسرتون تخیلات جنسی مشترک هم داشته باشین، هیچ اشکالی نداره. اصلا این تخیلات جنسی میتونه به رابطه کمک کنه؟ بله میتونه. قطعا میتونه رابطتون رو بهتر کنه. این تخیلات جنسی رو میگیم فانتزیای جنسی. پس اون چه که به عنوان فانتزیای جنسی تعریف شده، عملا تخیلاتیه که شما تو ذهنتون دارید. فانتزیای جنسی میتونه قبل از رابطه جنسی باشه، تخیلات ذهنیتونه، میتونه در حین رابطه جنسی باشه، میتونه حتی بعد از رابطه جنسی باشه. همه رو میتونیم بگیم فانتزیای جنسی. فانتزیای جنسی یه شرایطی داره که این فانتزی پیاده بشه، قوانینی برای خودش داره. یکی از مهمترین قوانین فانتزیای جنسی اینه که زندگی مشترک رو زیر پا نمیذاره. پس یکی بگه فانتزی جنسی من اینه که با آدمای مختلفی رابطه داشته باشم، بی خود کردی، این فانتزی نیست که، این فساد جنسی توه. پس فانتزی جنسی این نیست. اگه تو برگردی بگی من میخوام با آدمای مختلف رابطه داشته باشم، خانمت هم میگه خب منم میخوام با آدمای مختلف رابطه داشته باشم. خوب دقت کنین، بعضی از آقایون میپذیرن، میگن اشکال نداره، من رابطه‌مو دارم، تو هم رابطه‌تو داشته باش، هر موقع خواستیم ما دو تا هم با هم رابطه داریم. اینو به عنوان فانتزی جنسی مطرح میکنن. غلطه، این فساد اخلاقیه. به هیچ وجه من اینو فانتزی جنسی نمیدونم و غلطه. به هیچ وجه این کار نکنید. پس دوباره میگم، بزرگترین قانون برای فانتزی جنسی اینه که زندگی مشترک زیر پا قرار نگیره. بعضی میگن فانتزی اینه که بشینم لخت و اور بشین، بعد من بشینم براش همینجور حرف بزنم، همه حرفامو بزنم، همه رازای زندگیمو بهش بگم، بعد باهاش یه رابطه جنسی داشته باشم، بعد خفش کنم. چرا خفش کنی؟ برای اینکه رازامو بهش گفتم، نره یه جایی لو بده. خوب دقت کنید، همین که همچین چیزی گفته میشه یعنی چی؟ یعنی من با کسی رابطه جنسی برقرار میکنم که کاملا بهش اعتماد داشته باشم. من با کسی رابطه جنسی برقرار میکنم که رازامو بتونم بهش بگم، وگرنه بعد از رابطه میخوام خفش کنم که لو نده. پس حواستون باشه، یکی از فانتزیای جنسی اینه که قبل از رابطه رازهایی رو برای هم دیگه مطرح میکنن. منتها یه زن و شوهر نمیان از رابطه‌های جنسی قبلیشون بگن این راز نیست، به هیچ وجه اینا رو مطرح نکنید. ولی یه زن و شوهر رازی برای همدیگه ندارن. اگه اتفاقی افتاده باشن میتونن برای همدیگه مطرح کنن. زن و شوهر با هم رابطه جنسیشون برقرار میکنن، تموم میشه. بعد که دراز کشیدن رو تخت، همینجوری لخت و اورم هستن، خانم میگه راستی امروز مثلا یه همچین اتفاقی افتاد، شروع میکنه حرف زدن.
اینا جزء فانتزیای جنسیه. پس فانتزی جنسی اینه که من با پارتنر جنسیم، دوباره میگم با همسرم، رازی ندارم، رازامو بهش میگم. قبل از ازدواج رازای قبل از ازدواج رو میریزین دور، دفن میکنین، ولی از بعد از ازدواج هر اتفاقی میفته میتونیم برای هم دیگه تعریف کنیم. یه خانمه میگفت فانتزی من اینه که صبح که از خواب پا میشم مثل یه قنچه وا بشم، بعد شوهرم بیاد با من یه کاری بکنه. خب اشکال نداره، این میشه فانتزی دیگه. ولی شوهر هر روز صبح که این مثل یه قنچه وا میشه نمیاد حتما رابطه‌شو برقرار کنه. انتظار نشه باشین هر روز رابطه داشته باشین. من گفتم هفته‌ای 2 روز کافیه. پس هفته‌ای 2 روز صبح که از خواب پا میشی مثل یه قنچه وا بشو، اون بیا رابطه‌شو برقرار کنه، هیچ اشکالی نداره. متکابازی جزء فانتزیاست. حالا جنسیش چجوریه؟ لخت و اور میشن بعد با هم متکابازی میکنن. حالا من اینو گفتم متکابازی، شوهر خوابیده، خانم زودتر بیدار میشه، لخت و اور میشه، متکا رو برمی‌داره تق میزنه تو سر شوهرش. به این نمیگن متکابازی. متکابازی اینه که لخت و اور شدین تو چه میدونم دوشکتون نشستین و خلاصه متکا رو برمی‌داری یه ذره ضربه میزنی ببینی میاد یا نه. یه ضربه کوچولو با متکا میزنی، اگه اون بگه نکن بعد یه ضربه دیگه بزنی، بگه نکن یه ضربه دیگه بزنی، رابطه برقرار نمیشه، چون اصلا عصبانی میشه، قهرم میکنه. پس متکابازی اینه که تو یه ضربه بزنی، اونم متکا رو برداری یه ضربه بزنه، بعد دیگه متکابازیتون رو بکنین دیگه، اشکالی نداره. پس اینا میشه فانتزی‌های جنسی. سوال اول، سوالا رو میگم 0 تا 10 نمره میدین. سوال 1، در ماه چند بار خیال پردازی جنسی میکنید؟ چند بار؟ میگی 10 بار 10 میدی، میگی 5 بار 5 میدی، 10 بالاتر نداریم. اگه 10 بار بیشتر خیال پردازی جنسی میکنی همون 10 رو میدی. سوال 2، در خیال پردازی جنسی لذت زیادی تجربه میکنم ولو اینکه اجرا نکنم. ببین یه خیال پردازی جنسی داریم، تو ذهنت یه چیزایی خیال پردازی میکنی ولی هیچ وقت اجراش نمیکنی، ولی حسابی لذت میبری. 0 تا 10 نمره بده. چقدر از خیال پردازی جنسیت لذت میبری؟ سوال 3، اکثر خیال پردازی هام قابل اجرا نیست. آیا اینجوری هستی که اکثر خیال پردازیات اصلا اجرا نمیشه؟ 0 تا 10 نمره بده. در خیال پردازیام افراد زیادی نقش آفرینی میکنن. یعنی چی؟ یعنی تو ذهنم خیال پردازیم، فانتزیم اینه که مثلا رفتیم یه جایی، بعد فروشنده از 5 تا فروشنده هستن، اون اونجاست، یا عالمه آدم دارن کاراشون انجام میدن، بعد وسط این فروشگاه ما رابطه جنسی داریم. خیال پردازیه دیگه. میگه نه، خیال پردازی اینه که با 3 نفر رابطه داریم، با 5 نفر رابطه داریم. خیال پردازی اینه که وسط یه مهمونی یه دفعه ما 2 تا لخت و اور میشیم، ما هم رابطه جنسی برقرار میکنیم. فانتزیه. آیا تو فانتزیای جنسی تو تعداد زیادی آدم نقش آفرینی میکنن؟ نمره بالا بده. اما چجوری نمره بدی؟ میگی خب اگه 3 نفر بودن 3 بدم، اگه 9 نفر بودن 9 بدم، اگه 5 تا به بالا نقش آفرین میکنن 10 بده. 5 تا به بالا دیگه 10 بده. بعضی میگن تو خیال پردازیام فقط من و همسرم حضور داریم. اگه فقط تو و همسرت حضور داری تو خیال پردازی بازم نمره بالا بده. حالا اینجا برعکس سوال قبلی است، یعنی هر چقدر تعداد بالاتر میره نمره کمتری به خودت بده. در فانتزی‌های جنسیم کارهای خارق‌العاده اتفاق میفته، کارهایی که اصلا نمیتونیم انجام بدیم و ولی انجام میدیم. اشکال نداره، بازم فانتزیه. میگه میخوام رابطه برقرار کنم، فانتزی اینه که یه دفعه 5 تا آلت دارم، بعد 5 نفر رو با هم رابطه برقرار میکنم. فانتزیه. میگه میخوام رابطه برقرار کنم، از زمین بلند میشم تو هوا، این سوپرمن اینجوری پرواز میکنم، میرم همسرمو پیدا میکنم، میرم باهاش رابطه برقرار میکنم. نمره بده. فانتزی جنسیه دیگه. حالا کارهای خارق العاده، میخوام برسم به همسرم، 5 تا ماشین از سر رو بلند میکنم، پرت میکنم اونور. هر چی که فکر میکنی. خلاص اگه کار خارق العاده ای انجام میدی، نمره بده. سوال 7، فانتزیای من روابطی بسیار عاشقانه است. آیا فانتزی رابطه عاشقانه داشتی تو ذهنت؟ نمره بالا بده به خودت. سری نمره بدین اینا رو. سوال 8، در فانتزیام اعضای بدنم تغییر میکنن. آیا همچین چیزی داشتی؟ پینوکیو رو دیدی دروغ میگفت دماغش دراز میشد؟ مثلا میگه فانتزی من اینه که من اینجا نشستم، همسرم اونور مبل نشسته، آلت من اینجوری دراز میشه، میره اونو پیدا میکنه، وارد میشه، بعد خودش برای خودش اینجوری تکون میخوره از همون فاصله. فانتزیه، اشکال نداره. آیا اینجوری هست؟ اعضای بدن تغییر میکنه، مثلا لبام میره جلو، ماچش میکنه.
یه همچین چیزایی. گوشم بزرگ میشه، بعد این آلتشو میکنه تو گوشم. فانتزی جنسی. یه همچین کاری میکنی، اعضای بدن تغییر میکنه، نمره بالا بدی. سوال 9: آیا هنگام رابطه جنسی از شخصیت خودتون فاصله میگیرین؟ یه آدم بسیار با شخصیت، با ادب، موقعی که میخواد رابطه جنسی برقرار کنه فوشای رکیک میکشه. این فانتزیشه. منتها میگه این کارو نمیکنم، اما تو تخیلاتم این کارو میکنم. بدترین فوشا رو میده و یک حرفا میزنه تو رابطه جنسیش. تو تخیلاتتون از این کارا میکنین، نمره بالا میدیم به خودتون. سوال 10: تا چه حد هنگام رابطه هیچ حد و مرزی رو رعایت نمی‌کنی؟ بعضی میگن موقع رابطه حد و مرز دارم، اینا نمره پایین میدن. ولی بعضی موقع رابطه دیگه حد و مرزی رو رعایت نمی‌کنن. اما یه سوال یه ذره مبهمه. یعنی چی؟ یعنی حد و مرز رعایت بکنیم یا به رعایت نکنیم بالاخره؟ ببینین تو فانتزی‌هاش حد و مرز نداره، تو رابطه جنسیش حد و مرز داره. اونایی که تو فانتزی هاشون حد و مرز ندارن نمره بالا بدن. 10 تا سوال بود، 0 تا 10 نمره دادین. سوالا رو یه دور سری میخونم. در ماه چند بار خیال پردازی جنسی دارید؟ نمره میدین. سوال 2: در خیال پردازی جنسی لذت زیادی رو تجربه میکنین ولو اینکه این فانتزی رو اجرا نکنین. سوال 3: اکثر خیال پردازی هم قابل اجرا نیست. یعنی خیلی وقتا خیال پردازیایی دارم که اصلا نمیتونم اجرا کنم. شاید دفعه قبل نخونده باشم، اینو نمیدونم. پس حواستون باشه اینم نمره بدین. اکثر خیال پردازیام قابل اجرا نیست. آیا خیال پردازی اینجوری دارین؟ 0 تا 10 نمره میدین. سوال 4: در خیال پردازیام افراد زیادی نقش آفرینی میکنن. نمره میدین. سوال 5: در خیال پردازی هام فقط من و همسرم حضور داریم. اونجا که تعداد زیادی نقش آفرینی میکنن نمره بالا میدین. اینجایی که فقط خودت و همسرت حضور دارین نمره بالا میدین. میگین آقای اسلام این که دوتاشو دو سوال پرسیدین. خب دوتاش فانتزیه دیگه، بعضیا این فانتزیشون بالاست، بعضیا اون فانتزیشون بالاست. پس جمع اینا میتونه فانتزی شما باشه. سوال 6: در فانتزی جنسیم کارهای خارق العاده میکنم. 0 تا 10 نمره میدین. سوال 7: فانتزی من روابطی بسیار عاشقانه است. نمره میدین. سوال 8: در فانتزیام اعضای بدنم تغییر میکنن. 0 تا 10 نمره میدین. سوال 9: آیا هنگام رابطه جنسی از شخصیت خودتون فاصله میگیرین؟ ممکنه تو رابطه فاصله نگیرین ولی تو فانتزی فاصله بگیرین. سوال 10: تا چه حد هنگام رابطه هیچ حد و مرزی ندارین؟ ممکنه تو رابطه داشته باشین، تو فانتزیتون حد و مرز دارین یا ندارین؟ جمع بزنین. 10 تا عدد دارین، 10 تاشو جمع بزنین. این درصد فانتزی جنسیه که شما دوست دارین پیاده کنین. نمیگم پیاده میکنین. مثلا عدد در اومده 75%. 75% تو دوست داری از فانتزی استفاده کنی ولی هیچ وقت استفاده نکردی. غلط. اگه عددتون بالای 50% حتما از فانتزی جنسی تو رابطه استفاده کنید. اگه عددتون زیر 50% شما تمایلی به فانتزی ندارین ولی همسرت چی؟ اگه همسرت بالای 50 یعنی اون تمایل داره برای فانتزی جنسی، پس از فانتزی جنسی حتما استفاده کنید. اما چند تا فانتزی جنسی رو من مثال بزنم که حتی به صورت غلط انجام میشه. یه فانتزی جنسی رابطه جنسی چند نفر است. یه تحقیق تو انگلیس میگه فانتزی جنسی اکثر مردها رابطه با چند تا زنه. پس خیلی از مردا فانتزیشونه که با چند تا زن رابطه جنسی داشته باشن، نه اینکه واقعا دارن و تو ذهنشون این کارو میکنن. پس این تحقیق میگه تو انگلیس اکثر مردا فانتزیشون رابطه با چند تا زنه. همین تحقیق میگه تو انگلیس اکثر خانوما فانتزیشون رابطه با همجنس خودشه. یعنی خانم احساس میکنه با یه خانوم رابطه جنسی داره، چه جوریه؟ تو ذهنش به اینا فکر میکنه. یه فانتزی جنسیش اینه که رابطه جنسی با افراد مشهور، مثلا یه آدم مشهور رو میبینه بعد تو ذهنش فکر میکنه با این رابطه آدم داشته باشه چه جوریه، این حالت تناسلیش چه جوریه، مثلا رابطه داشته باشه. الان من اینو گفتم، خیلی از آقایون از این به بعد فیلم میخواد پخش بشه اون مرد رو نشون میده، آقای زنش رو نگاه میکنه. تو الان داری به چی اون فکر میکنی؟ تو الان از این حرفا نزن. اینا وقتی از این حرفا بزنی اونم وقت واقعا به این چیزا فکر میکنه. خب ببخشید یه اشکال فنی پیش اومد که مثلا که یه لحظه قطع شد.
خب داشتم میگفتم یه تحقیق تو انگلیس بود که آقایون فانتزیشون این بود که رابطه چند نفر رو تو ذهنشون میدیدن، خانوما فانتزیشون بود که آدمای مشهور رو باشون رابطه برقرار میکنن مثلا. این فانتزیه تو انگلیس بود. اما نمیگم این تحقیق تو ایرانم میتونه همینجوری باشه، اصلا همچین چیزی رو نمیگم. یه خانم ایرانی خیلی کم پیش میاد که بخواد فکر کنه که با یه آدم مشهور رابطه جنسی داشت الان چه جوری میشد. فانتزی معمولا اینجوری نیست تو ایران. پس زیاد نگران نباشین که وای پس دیگه نظر این فیلم نگاه کنه، اشکال نداره، فیلم نگاه کنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته. اگه خانم هم بخواد فکر کنه با این آدم مشهوره، شما اون وقت فکر میکنی الان با آنجلینا جولی بودی، با اون یکی بودی، با اون یکی بودی، پس اگه بخوای اینجوری فکر کنی غلط. اما منظور این بود که فانتزی های آقایون با خانم‌ها یه ذره با هم فرق میکنه. رابطه جنسی چند نفره. خیلی هستن که با من تماس گرفتن و میگه شوهرم به هم میگه یه نفر دیگرم بیاریم رابطه برقرار کنیم. پس این که فانتزیه یه عده از آقایون که میگفتن تعداد زیادی تو انگلیسی اینه که رابطه جنسی چند نفره برقرار کنیم، تو ایرانم یه عده فانتزیشون همینه که رابطه جنسی چند نفره با چند تا خانم رابطه داشته باشن. خانم میگه یه فامیلی داشتیم مجرد بود، مثلا هم 40 خورده ای سالش بود، ازدواجم نکرده بود و اینها. بعد دیگه به اون من پیشنهاد دادم که شوهرم اینو میگه میای که با هم رابطه داشته باشیم. اون خانم هم قبول کرد. خلاصه اومدن دوتایی با شوهرش رابطه داشتن. شوهر چی گفته بود؟ گفته بود فقط بگو اون بیاد، نه اینکه با اون رابطه جنسی برقرار میکنم، اونم باشه، یعنی یه جوری اونم لخ بشه، اونم باشه، من با تو رابطه برقرار میکنم ولی اونم ببینم. خلاصه اونم گفتن اومد و بعدم شوهره حرف خودشو یعنی زیر پا نذاش، رابطه رو فقط با زنش برقرار کرد، ولی اونم لخ شده بود، رو تخت بود دیگه. برای همین هر از گاهی دستش اینجوری میبرد مثلا سینه‌های اونم یه ذره ماساژ میداد و با زن خودش رابطه برقرار کرد. بعدم تموم. کاملا صادقانه همون چیزی که گفته بود پیاده کرد، تموم. اما یه ماه بعد گفت دوباره بگو بیاد دیگه همچین با هم رابطه داشته باشیم. خب دوباره گفت طرف اومد و این دفعه به جای اینکه سینه‌اشو ماساژ بده، اون وقت داشت اونجاشو ماساژ میداد، ولی بازم با زن خودش رابطه برقرار میکرد. اما فکر میکنی زنش لذت میبرد؟ زنش همه حواسش به دست اون بود که این الان داره چیکار میکنه، این با دستش داره چیکار میکنه. بعد اونم رابطه جنسی نداشته، این با دستش اونو ماساژ میداده، بعد اون به اورگاسم رسیده. یعنی اون یه ادایی در برده، یه صدایی، وای چه لذتی دارم میبرم، تو با دستت داری این کار میکنی. بعد خانومه که رو آلت این نشسته بود، رو آلت شوهرش نشسته بود، این لذت رو نمیبرد. چرا؟ چون همه حواسش به اون بود که اون لذت میبره یا نه. خانم خوشش نیومده بود. خلاصه یه مدت بعد، یه ماه بعد گفت بگو بیاد. خانم گفت به هیچ وجه دیگه حق نداره بیاد و ارتباط تموم. شوهرم پذیرفت. یه سال بعد خانم فهمید که شوهرش با اون خانم همچنان رابطه داره و تازه قبل از اینکه به اونم بگه بیاد اینا با هم رابطه داشتن، حالا اونو گفته بیاد. خلاصش رابطه جنسی چند نفر رو من کلا رد میکنم، غلطه، به هیچ وجه این کار نکنید. یا آقایی بود که گفت تو اینترنت سرچ کردیم و یه زن و شوهر رو پیدا کردیم که اینا زن و شوهرن ولی دنبال یه زن و شوهر دیگه میگردن برای رابطه جنسی چند نفره. میگه مرد اومد به زنش گفت که آره من اینجوری دوست دارم، اونا رو بگیم بیاد. بعد خانمه گفت خب اگه اونا رو بگیم بیاد یه وقت شوهر اون ممکنه بخواد با من رابطه داشته باشه. بعد شوهر گفته آره دیگه اشکالی نداره. یه همچین چیزی اشکالی نداره. خانم پذیرفت. به خانمه میگم چرا قبل از اینکه اینو بپذیری مشاوره نگرفتی؟ رفتی این کارا رو کردین، بعد زنگ زدی که حالا شوهرم میگه بیا همچین رابطه‌ای برقرار کنیم. خب اشکال داره دیگه. اما خانم پذیرفته. زنگ زدن تلفنی با طرف صحبت کردن که آره ما یه زن شوهریم، خلاصه این رابطه چند نفره رو گفته بودین و اینا، اونم گفته بودن آره. قرار گذاشتن، یه شب پا شدن اومدن شام دعوت شدن، خلاصه نشستن و عین مهمونیای عادی همه چی حرف زدن و شامشون خوردن همه چی و بعد گفتن خب بریم سراغ رابطه دیگه. ولی روشون نمیشد که صافی مرد بره سراغ زن اون بیاد سراغ این. پس اینا لخت و شدن، هر کدوم با زن خودش شروع کرد رابطه برقرار کردن. بعد که هر دوشون یه ذره تهیید شدن جابجا کردن، رابطه‌های زبدری برقرار کردن. بعد این رفت سراغ خانم اون، بعد اون مرد اومد سراغ این. منتها خانم قبول نمی‌کرد، خانم نمیذاشت که این رابطه برقرار بشه. اما بعد دید شوهرش، اون خانمه داره برای شوهر این سکس دهانی انجام میده. یعنی زن اون اومده آلت تناسلی اینو میکنه تو دهنش و اینها. بعد خانومه با یه همچین کاری اشکالی نداره. بعد همین خانومه این که همچین از سکس دهانی خوشش هم نمیومد، شروع کرد با اون مرد غریبه این کار رو انجام دادن. برای چی؟ برای اینکه لج شوهرش رو در بیاره.
شوهر این خانم داشت واسش این کارو میکرد، برای اولین بار داره نگاه میکنه که زن خودش برای یه مرد دیگه داره این کارو میکنه. ولی چون اون خانم یه ذره حرفه‌ای بود، این خیلی لذت برد، جلوشو نگرفت. بعد اون خانمه که سکس دهانی رو انجام داده بلند شده نشسته رو حالتش. بعد اون خانم خودش هم این کارو میکنه، حالا منم این کارو میکنم. پس خانم خودش که بعضی از این حرکات رو شاید انجام نمیداد، هی نگاه میکرد اون چیکار میکرد، خانم خودش هم برای اون مرد دیگه انجام میداد. حالا خوب دقت کنید. این رابطه تموم شد، رابطهشون هم برقرار کردن، تموم. فرداش هر دوشون نشستن فکر کردن و ناراحت شدن. مرد ناراحت شد. مرده به من میگفت این صحنه که خانومم داشت برای اون این کار انجام میداد از ذهنم پاک نمیشه. این صحنه که خانومم رفت رو حالت اون نشست از ذهنم پاک نمیشه. این صحنه که خانومم رفت رو حالت اون نشست و داشت منو نگاه میکرد، یعنی ببین تو باعث شدی که این کار انجام بشه. اما بعدش لذت برد، اما بعدش دیگه منو نگاه نمیکرد، مرده رو نگاه میکرد و داشت کیف میکرد و بعد حالم بده. خانمه چی میگفت؟ خانمه اشک میریخت و میگفت دیگه باهات زندگی نمیکنم. تو باعث شدی من همچین کاری بکنم. تو از من یه فاحشه ساختی. تو از من یه زن بدکاره ساختی. تو باعث شدی من با یکی دیگه رابطه داشته باشم. همینجا من بگم من اینو قبول ندارم. به خانمم گفتم یعنی چی اون باعث شده تو همچین کاری بکنی؟ قبول نمی‌کردی؟ یعنی چی که اون بگه نه تو بیا با یکی دیگه رابطه برقرار کن؟ بعضیا میگه شوهرم بهم زنگ زده که من یه آقایی رو میگم بیاد خونه با تو رابطه برقرار کنه، من میشینم نگاه میکنم چون من لذت میبرم، فانتزی مینه که تو با یکی دیگه رابطه داشته باشی. قبول نکنید اینا رو. وقتی اینا رو قبول میکنین احساستون نسبت به خودتون بد میشه. وقتی احساس بدی نسبت به خودتون داشتین نمیتونین دیگه زندگی کنین. مرده گریه میکرد میگفت این صحنه یادم نمیره که خانمم این کارو کرد، حالا چجوری ببخشمش زندگی کنیم؟ چیو ببخشی؟ خودت گفتی این کارو بکنه. من به مرده نگفتم تقصیر خانومت بود که رفته این کارو کرده یا قبول کرده، اینو نگفتم. به مرده گفتم تو گفتی این کارو انجام بده، پس خودت رو سرزنش کن نه خانومتو، گرچه خانومت هم اشتباه کرده نباید میپذیرفت. اما اگه خانمش نمیپذیرفت فکر کردیم مرده میرسید به این که این کار غلطه؟ هیچ وقت نمیرسید. همیشه فکر میکرد نه کاش این کارو میکردم، کاش این کارو میکردم. پس اگه نمیپذیرفت احتمالاً از هم جدا میشدن، حالا که پذیرفت بازم از هم جدا میشن. با خانم صحبت کردم که خیلی خوب حالا فهمیده اشتباه کرده. خانم گفت من تا حالا از سکسم لذت نمیبردم، ولی وقتی با این مرده رابطه برقرار کردم تازه لذت بردم، تازه فهمیدم سکس چیه. حالا هر دفعه با شوهرم من با رابطه برقرار کنم به لذتی که با اون بردم فکر میکنم، دیگه نمیتونم با این آدم زندگی کنم. پس قطعا این دوتا باید از هم جدا بشن. یه سکس چند نفره زندگیشون رو متلاشی کرد. پس به هیچ وجه اینا رو قبول نکنید. کسانی رو سراغ داشتم که شوهر گفته سکس چند نفره انجام بدیم، بعد با هم انجام دادن، چند نفری با هم، با دوستای خانومه دوستای آقای اومدن چند نفری با هم رابطه برقرار کردن. ظرف یک هفته خانومش خودکشی کرد. بعضی از هستن که آقای این کارو کرده. یا آقایی رو سراغ دارم آلتش رو قطع کرده به خاطر این کاری که کرده. البته نمرده، نمیدونم چجوری نمرده، ولی خلاصه نمرد، زندگی نگرش داشتن. به هر حال آسیب‌های خیلی جدی وجود داره. سکس چند نفر رو من کلاً رد میکنم. سکس یعنی یه رابطه دو نفره با کسی که دوستش دارم، عاشقشم و بهش اعتماد دارم. پس فانتزی جنسی سکس چند نفر است. تو خیلی از کتابا نوشته، تو غرب هی دارن میگن، سرچ کنین تو اینترنت، یه عالمه فانتزیای سکس چند نفره وجود داره. فانتزی سکس چند نفره یعنی فساد اخلاقی. این فانتزی نیست. چرا نیست؟ چون اولین قانون برای یه فانتزی اینه که به زندگی مشترکتون آسیب نزنه. سکس چند نفره قطعاً به زندگی مشترک آسیب میزنه. پس این کارو به هیچ وجه انجام ندین و اینو من فانتزی نمیدونم. یه فانتزی دیگه است که تو ایران باز داره انجام میشه، رابطه جنسی خشنه. رابطه جنسی خشن یه عمل جنسی پرخاشگرانه است. یه تحقیق میگه تو رابطه جنسی خشن شور و شوق رابطه بیشتره. من میپذیرم، بله بیشتره. بعضی میگن نمیدونستیم، پس بریم یه کاری خشن انجام بدیم ببینیم این شور و شوق بیشتر چجوریه. مثلا چی؟ مثلا زن شوهره میگه میخوایم با هم رابطه برقرار کنیم، شوهره میگه من 2 تا میزنم تو گوشت، خانمه میگه باشه منم 2 تا میزنم تو سرت.
حالا بریم رابطه برقرار کنیم. چی میشه؟ خب اینا دارن بهش فکر میکنن دیگه که الان میخوایم رابطه برقرار کنیم، من میخوام 2 تا بزنم تو گوشش، اون میخواد 2 تا بزنه تو سرم، شور و شوق ایجاد میکنه دیگه. پس رابطه برقرار میکنن که این کارو انجام بدن. اما خوب دقت کنین، این تحقیقیه میگه تو رابطه پرخاشگران شور و شوق بیشتره، منظوری نیست که چون پرخاشگری میکنن شور و شوق بیشتره. غلط نگیرین، چون فانتزی تو رابطه پیاده میکنن شور و شوق بیشتره. یعنی شما 2 تا به جای اینکه بزنین تو گوش هم دیگه، بگین موقعی که میخوام رابطه برقرار کنم مثلا من یه بار چونه اینور تو گاز میگیرم، یه بار چونه اینور تو گاز میگیرم، نه گازی که بکنم خون بیاد که. اینم یه فانتزیه، یه ذرم خشن است. بعد اونم میگه خیلی خب من کجا رو گاز بگیرم، اونم میگه خیلی خب آلت تو در بیار، برو آلت من اون بالا رو گوشتیه رو اونجا رو یه گاز بگیر. میگن باشه. الان اینا شور و شوق ندارن؟ الان میگه بریم تو رابطه که من برم گاز بگیرم ببینم چه جوریه. اینم شور و شوق دیگه. هر فانتزی که تو رابطه بخواین پیاده کنین شور و شوق رابطه رو بالا میبره. پس آیا آدمایی که بر اساس این تحقیق میگین چون گفته رابطه خشن شور و شوق رو بالا میبره پس ما بریم رابطه خشن برقرار کنیم، غلطه. هر نوع فانتزی میتونه شور و شوق رو بالا ببره. یه تحقیق دیگه میگه رابطه جنسی خشن میتونه یه رابطه ناسالم همراه با سوء استفاده باشه. پس اون کسایی که اون تحقیق رو دارن علم میکنن که یه تحقیق رابطه جنسی خشن شور و شوق رو بالا میبره، یه تحقیق دیگه هم درست موازی اون هست که به این تحقیق میگه رابطه ناسالم و یا همراه با سوء استفاده. پس رابطه جنسی خشن احتمال زیاد داره سوء استفاده انجام میشه و این رابطه ناسالمه. پس یه همچین رابطه خشنی رو من کلا رد میکنم. باز یه تحقیق میگه این رابطه خشن ذاتاً خطرناک نیستن، صرفاً یه فانتزی جنسی رایجه. کسانی که رابطه جنسی خشن رو دارن تشویق میکنن، تبلیغ میکنن، اینا رو میگن. و معمولا کسایی که فیلم‌های پورنوگرافی درست میکنن که توش رابطه خشنه میان از این تحقیقات استفاده میکنن. پروفسورها رو نشون میدن که اون میگه آره همچین چیزی یه فانتزی جنسی رایجه، بعد نشون میده که یه فانتزی جنسی رایج چی میتونه باشه، همون خشونت رو اون وقت شروع میکنه نشون دادن. غلطه. رابطه جنسی خشن غلطه. خوب دقت کنین، هر نوع اسارت تو رابطه جنسی غلط. دستاشو میبندن به تخت، آیا این اسارت محسوب میشه؟ بله محسوب میشه. غلط. هر نوع سلطه غلط. تو فانتزی جنسی اسارت نداریم، تو فانتزی جنسی سلطه نداریم. سلطه چیه؟ آقایون تو ایران میگن من رابطه برقرار میکنم، من فاعلم، من دارم تکون میدم، من آلتم رو وارد میکنم، من این کارا رو میکنم. پس تو مفعولی، من فاعلم، همه رابطه جنسی رو من هدایت میکنم. به این میگن سلطه. وسط رابطه خانم دوست داره یه پوزیشن عوض کنه، خانم دوست داره یه چیز دیگر رو تست کنه، آقای میگه نه خیر همینی که من میگم، این سلطه است. ولی اگه وسط رابطه خانم میگه حالا بیا این مدلی رو امتحان کنیم، بعد آقا رو میچرخونه، خانم یه مدل دیگه مثلا رابطه رو برقرار میکنه، این سلطه نیست. اینجا خانم اجازه داره تصمیم بگیره، اجازه داره پوزیشن عوض کنه، پس اینجا سلطه نیست. سلطه اونجاییه که الا بلا یه نفر هر چی که میگه اون یکی باید انجام بده. اون وقت کیفیت رابطه تو اینی که باید هر چی میگه پیاده کنه پایین میاد. سلطه فانتزی جنسی نیست. کتک زدن فانتزی جنسی نیست. میگه من دوست دارم رابطه برقرار کنم بزنم. یه زن شوهری بود تماس گرفته بودن با من، میگه ما رابطه جنسی برقرار میکنیم، بعد حتما باید خون بیاد، خون نیاد رابطه رو تموم نمیکنیم. به انزال میرسه، اورگاسم میرسه، ولی باید خون بیاد. میگه حتی تو رابطه وقتی خون نمیاد. گفتم خب کجا باید خون بیاد؟ یعنی اونجا رو اینقدر یه کاری میکنی که حتما از اون خون بیاد؟ میگه بعضی وقتا خون میاد، بعضی وقتا نه. مجبور میشه رگ دستشو در رگ نه دستشو خون میزنه، با تیغ میزنه، خون میریزه، خون ریخت، تازه میگه آخش، یعنی اون احساس لذت تازه میرسه. این آدم مریضه. حتما مراجعه میکنیم پیش روانپزشک، سکس تراپ، روانشناس. 3 تاشو باید مراجعه کنیم که این آسیب رو پیدا کنن، برطرف کنن. پس اینکه ما رابطه جنسی خشن برقرار میکنیم و آخرش باید خون بیاد غلطه. هر نوع سادیسم غلطه، هر نوع مازوخیسم غلطه. اینا فانتزی نیستن. سادیسم مازوخیسم من مثلا صحبت نمیکنم. یه عده سادومازوخیسمن. سادومازوخیسم چیه؟ اونایی که دوست دارن کتک بخورن. میگه با هم رابطه برقرار میکنیم، وسط رابطه منو بزن.
جوکر دیدین؟ طرف میخواد بخنده، برمیگرده به غلاسه میگه بزن تو گوشم، بزن تو گوشم که نخندم. اشکالی نداره، برای اینکه نخنده میگه بزن تو گوشم. بعد این آدم تو رابطه جنسی میگه بزن تو گوشم، تا نزنی انزال نمیرسه، تا نزنی ارگاسم نمیشه. این غلطه. اون اشکال نداره برای خندیدن میگه بزن تو گوشم، مسئله ای نیست اونجا. من فقط مثال زدم که چون شما میگی یعنی چی آدم برگرده به بغل دسته بگه بزن تو گوشم. دیدی دیگه، تو اون دیدی که ممکنه پیش بیاد یکی بگه بزن تو گوشم که نخندم. اینو مثال زدم که بفهمی، درک کنی که پیش میاد. سادومازوخیسم میگه بزن تو گوشم تا به ارگاسم برسم، میگه شلاق بزن منو تا به لذت ببر، میگه کتک بزن منو بزن، میگه موقعی که رابطه برقرار میکنی با این دستت محکم بزن پشتم، باید جوری بزنه که جای انگشتاش رو باسنش بمونه، یعنی بعد از رابطه 5 تا انگشت قرمز رو باسن این مونده، اون وقت یعنی واو چه لذتی داشته. اینا غلطه. بستن چشم در حین سکس اگه آسیب نزنه اشکالی نداره، ولی یه کار مازوخیسمیه و غلطه. حالا ممکنه طرف بگه دوست دارم چشامو ببندی، مسئله نیست، چشاشو ببند. من از اون طرف گفتم یکی از بهترین فانتزی‌ها برای اینکه ذهن رو بکشونی تو رابطه اینه که از 5 حست استفاده کنی. وقتی چششو میبندی اون حسه استفاده نمیشه. خیلی وقتا آدما چشاشون رو میبندن رابطه برقرار میکنن، اشکالی نداره، چون میخواد چشاشو ببنده تمام تمرکزش میره تو درونش، اون وقت تمام وجودش رو میخواد به آلت تبدیل کنه، اون وقت با تمام وجودش داره میره اون تو، این داره کیف میکنه، یعنی با تمام وجود. اشکالی نداره، اینو نمیگم سادومازوخیسمه، اما در حال اگه طرف خودش خوشش بیاد دوست داشته باشه، بعد اینا گفتم اینا غلطه. چشم بستنه میگم زیاد اشکال نداره. خلاصش حالا طرف سادومازوخیسمه، میگه تو این آسیب ها رو به من بزن تو رابطه جسمی. گوش کنین، اگه یه همچین کاری رو انجام میگی به من چه، خودش دوست داره، اگه انجام بدی اون آدم از تو یه مازوخیسم داره میسازه، از تو کسی رو میسازه که تو رابطه جنسی از این به بعد باید بزنی، چون وقتی تو رابطه جنسی میزنی یه لذت میبری. خشونت لذت بخش، اصلا بگیری یکی رو بزنی بعضیا لذت میبرن، با آروم شدم گرفتم زدمش راحت شدم. برای همین اون لذت خشونت رو ببری تو رابطه جنسی، دیگه این لذت رو میخوای ببری و عملا تو به یه مازوخیسم تبدیل شدی. پس هر نوع خشونت تو سکس کلا غلط. یه فانتزی دیگه تماشای یه رابطه جنسیه، اینکه مرده بگه یکی رو میارم رابطه جنسی برقرار کنین شما من ببینم لذت ببرم. توضیح دادم که غلط. اما میگن تلویزیون نگاه میکنیم، فیلم پر نگاه میکنیم، فیلم پر نگاه میکنیم، بعد چی میشه؟ هیچی، نگاه میکنی که اونا دارن چیکار میکنن، یه چیزایی یاد میگیرین. اگه فیلم پر نگاه میکنین، فیلم آموزشی سکس نگاه نمیکنی که سکس یاد بگیری. پس کاری که اونا میکنن به هیچ وجه شما قرار نیست انجام بدید. و آدمایی که رفتن تو فیلم پر فکر کردی هر کسی میره هنرپیشه سینما میشه؟ بابا هر کسی رو انتخاب نمیکنن. از بین مثلا چند میلیون نفر چند تا دونه آدمن که مشخصات خاصی دارن. تازه اونی که از نظر تو اصلا جذاب نیست برای سینمایی، صورتش زاویه داره، یعنی حداقل زاویه صورت رو نگاه میکنن میگن جذاب نیستی، ولی صورتت زاویه داره سینمایی محسوب میشه. البته یه دم پول میدن میرن فیلم بازی میکنن که یه دیده بشن، اینا رو من میذارم کنار، ولی به هر حال هنرپیشه یه قیافه داره، یه چیزی بین یه عالم آدم اونو انتخاب میکنن. فکر میکنی برای فیلم پورن چی؟ همینجوری آدم میگم بیا فیلم پورن بازی کن؟ نه، اونم انتخاب میشه. اونم آلت تناسلیش باید از حد استاندارد قطعا بسیار بزرگتر باشه. خانومه هم همینطور، خانومه هم آلت تناسلیش باید بزرگتر باشه. چرا؟ بعد حتی اندازه میگیرن. بعضیا هستن که آلتشون موقع نوز تغییر نمیکنه، یعنی همون ابعاد فقط کلوفتر میشه. اینا رو نمیبرن برای فیلم پورن. اونایی رو میبرن که آلتشون قطعا از حالت استاندارد خیلی بزرگتره. خانوما، آیا خانوما هم آلتشون تغییر پیدا میکنه؟ آیا خانوما هم نوز دارن؟ بله دارن. یعنی همون آلت تناسلی خانومه هم ابعادش بزرگتر، چون خانومه هم خون یه دفعه با فشار میاد وارد میشه و ابعادش رو بزرگتر میکنه.
اندازه سایزش رو نمیگم چون استاندارد ایران با اونای دیگه قطعا متفاوته. بعد من سایز بگم اون وقت میخواین اندازه بگیرین ببینین این الان استانداردش چقدره. آقایونو گفتم آقایون همه الان میرن اندازه بگیرن آلتشون چقدره. برای آقایون این چیزا مهمه، برای خانم‌ها اونقدر مهم نیست. ولی به هر حال خانومام نوز دارن، آلت تناسلیشون یه ذره باد میکنه، بزرگتر میشه، هم عرضش بزرگتر میشه هم طولش بزرگتر میشه. حالا خانمایی که نوز بیشتری دارن میرن برای فیلم‌های پورن، چون موقع رابطه جنسی یه چیز اینقدی باید تو تصویر بیاد، با یه چیز اینقدی تو تصویر بیاد که این تو تصویر دیده بشه اینا دارن چیکار میکنن. اگه نوزی نداشته باشه نمیبرنش تو فیلم پورن. بعد شما فیلم رو نگاه میکنید، مال این چقدره، مال اون چقدره، هر دوتون اعتماد به نفسشون پایین میاد. بعد تو فیلم پورن اینا رابطه برقرار میکنن، اولا انقدر موادی رو مصرف کردن که هیچ کدوم نه به ارگازم برسن نه به انزال برسن تا بتونه رابطه رو برقرار کنه. برای همین یه عالم از این تأخیری ها خلاصه زده تو رگ تأخیری که نتونه به انزال برسه. تازه فیلمو میگیرن بعضی وقتا اینا ظرف یه رو مرده به انزال میرسه، اما اونجا فیلمو قطع میکنن، این به انزال رسید، دوباره 10 دقیقه رو طرف کار میکنن دوباره ارگازم یعنی نوز پیدا کنه، بعد بقیه فیلمو میرن جلو. بعد تو فیلمو نگاه میکنی میبینی نیم ساعت اینا مشغولن، تو نیم ساعت بعد این به انزال میرسه. بعد پیش خودت میگی پس من زود انزالی دارم، من تو 5 دقیقه به انزال میرسم. این فیلم ها میتونه اعتماد به نفستو نابود کنه و آسیب بزنه بهت. خلاصه حتی فیلم های پورن پریشانی عاطفی ایجاد میکنه، هم خودت برای خودت هم خودت برای همسرت. من اسمشو میذارم پریشانی عاطفی. پس ترجیحاً از این فیلم‌های پورن هم استفاده نکنین. اما یکی میگه من خیلی دوست دارم استفاده کنم، ماهی یه بار جایزه بدیم بهش، بگین خیلی خوب دوست داری ماهی یه بار فیلم پورن نگاه میکنیم. اما بعد از فیلم پورن قطعاً باید رابطه جنسی داشته باشین. پس اینجوری نیست بشینه فیلم نگاه کنه بعد تو هم میگی نه من حوصله ندارم، مجبور بره خود ارضایی هم بکنه. فیلم پورن خود ارضایی میاره، مرده آلتش نوز پیدا کرده، اینو باید یه کاریش بکنه، اینو الان بکنه بعد یه جایی بکنه دیگه، یا متکاشو میذاره روش یا با خودش برمیره یه چیزی. پس اگه قرار فیلم پورن نگاه کنین بعدش رابطه جنسی برقرار میکنین و تو رابطه جنسی به فیلم پورن دیگه فکر نمیکنین. بعضیا موقع فیلم نگاه میکنن بعد هر کاری تو فیلم میکنه اینام شروع میکنن انجام دادن، اونا این مدلی رابطه برقرار میکنه، این هم میخواد همون مدلی برقرار کنه. غلطه. موقع رابطه جنسی تلویزیون رو خاموش میکنین، یعنی باید تمام حواستون بیاد برای رابطه جنسی، نه اینکه بعضیا رابطه جنسی برقرار میکنن همچنان دارن فیلم نگاه میکنن. خیلی غلطه، به هیچ وجه این کارو نمیکنین. یه فانتزی دیگه اینه که باز غرب میگه رابطه جنسی تو مکانهای عمومی یا مکانهای غیر معمول، اینم جزو فانتزی‌های جنسیه، کاملا درسته. یه تحقیق میگه 81% مردان و 84% زنا گفتن حداقل یه رابطه جنسی رو تو محلهای غیر معمول تجربه کردن. یعنی بابا بالای 80%شون رفتن یه جای غیر قانونی رابطه جنسی برقرار کردن. نمیگم حالا کدوم کشور. آیا تو ایران چی؟ تو ایران اینجوری هست بابا میگیرنتون، پدرتون هم در میارن که اومدین اینجا این کسافتکاری‌ها رو بکنین. اما تو ایران هم هست یه عده دارن این کارا رو میکنن. دوباره میگم جمله رو اصلاح میکنم. ببینین یه آدم میخواد بره توی مکان غیر قانونی رابطه جنسی برقرار کنه. پس یه همچین فانتزی که دوست دارم توی یه مکان اینجوری باشه عملاً غیر قانونیه، نتیجه اضطراب و استرس رو بالا میبره. میرید توی موزه، یه گوشه موزه قایم میشین، میخواین رابطه جنسی برقرار کنین. بعد چی؟ بعد همش دوربین نباشه اینجا. بابا همه موزه ها دوربین داره، چی دوربین نباشه؟ بعد تازه رابطه تو برقرار میکنین، الان نگهبانش نیاد، الان کسی نیاد، الان اینجوری باشه که رابطه که چی بشه؟ که بعد بگین آره رفتیم تو موزه فلان رابطه جنسی برقرار کردیم. خب به چه دردتون میخوره؟ یکی برگشت گفت آره رفته بودیم تو ایران موزه پول، بعد اونجا رابطه جنسی برقرار کردیم. گفتم یعنی رفتین پولا رو نگاه کردین بعد هیجان زده شدین؟ همین؟ گفت نه برنامه ریختیم که بریم موزه پول رابطه برقرار کنیم. بعد گفتم اون وقت ندیدنتون نگرفتنتون؟ بعد گفت نه یه شرایطی فراهم کردیم و فلان اینا. خب اشتباه کردین، بی خود کردین، همچین کاری کردین. بعدم این همه موزه رفتیم موزه پول، اقلا میگفتیم رفتیم موزه آلت‌های تناسلی تو تایلند، بعد اونجا نگاه کردیم بعد رابطه برقرار کردیم. تو خود موزه آلت‌های تناسلی هم غیر قانونیه رابطه برقرار کردن. ولی به هر حال میگه 4 تا چیز دیدم تایید شدم رابطه برقرار کردم. خلاصه این کار غلطه. گفتم همش نگرانی، الان نگهبان نیاد اون نیاد استرس و اضطراب داری، ولی هیجان کار بالا میره.
وقتی آدم کار غیر قانونی میکنه هیجان زده است دیگه. پس هیجان تو رابطه بالاتره، ولی استرس و اضطرابش هم بالاتره. خلاصه رابطه جنسی تو مکانهای غیر معمول استرس و اضطرابتون رو بالا میبره. قبل از رابطه استرس داری که نکنه بگیرنمون، نکنه اینجوری بشه، این استرسه. موقع رابطه استرس داری، رابطه تموم شد همچنان استرس داری و بعد از این به بعد یه هیجانی تجربه کردی، بعضی وقتا میخوای دوباره تکرارش کنی. پس یکی که رفته توی یه مکان غیر معمول رابطه برقرار کرده، بعداً تمایل داره که بازم تکرار کنه. اون وقت جا مکانهای غیر معمولش کجاست؟ اون وقت تو ماشین و اینا رو زیاد تجربه میکنه. برای همینه که تو آمریکا بعد از اتاق خواب تو ماشین بیشترین جاییه که رابطه جنسی برقرار میکنن، چون اینا رابطه جنسی تو مکانهای غیر معمول رو خوششون اومده. اما بعد که تو ماشین رابطه برقرار کردن، یواش یواش ماشین هم معمول میشه واسهشون، بعد میرن سراغ یه جای دیگه غیر معمول که آسیب میزنه. نقش آفرینی جنسی یکی از فانتزی‌های جنسیه. یعنی چی؟ یه من دوست دارم با یه مهماندار هواپیما رابطه جنسی داشته باشم. خانمش میگه اشکالی نداره، میره لباس میپوشه. بعد این مردم میاد میشینه مثلا تو هواپیماست، بعد خانمه براش از این غذا میاره و چایی، یه چیزی میل دارین براتون بیارم، بعد میره واسش چای میاره. یعنی مهماندار بازی میکنن. این فانتزی جنسیه. وقتی اون رفت مهماندار بازی کرده، اومد نشست و 4 تا سوال ازش پرسیدم، همینجا با هم حرف می‌زدن، تاشم به رابطه کشیده میشه. این یعنی نقش آفرینی. این نقش آفرینی ها کمک میکنه که یه ذره اون فانتزی به واقعیت تبدیل بشه. نه اینکه بعداً تو هواپیما نشست میخواد با یه مهماندار رابطه داشته باشه، نه همچین چیزی نیست، اما دوست داره. اینا جزء فانتزی های جنسیه. بعضیا جعل شخصیت میکنن، یعنی تو این رابطه جنسی خیلی لذت میبرن، بعد یه شخصیت دیگر رو وانمود میکنن که من اونم. هیچ اشکالی نداره. تمام اینها ولو آسیبه اشکالی نداره. مثلا یکی دیگه میگه من امشب دکترم، میخوام بیام بهت آمپول بزنم. اشکالی نداره. اما خانمه میگه خب باشه بیا بزن. میره تخت خوابش دراز میکشه، به پشت میخوابه، بیا آمپولتو بزن. آقا هم میاد میشینه، بعدم با آلتش آمپول میزنه. خب این که رابطه جنسی بود دیگه، این فانتزی نیست دیگه. اما فانتزی چیه؟ میگه من دکترم، میخوام بیام آمپولت بزنم. بعد میگه باشه، پس اینجا مثلا مطبته، بعد اون میره لباس میپوشه، میاد تخت بفرمایین، بعد میاد تو، ببخشید آقای دکتر این آقای تزریقاتی هر چی اسمشو میذارین، من این آمپولو باید بزنم. بعد اون میگه بله دراز بکشین، بعد دراز میکشه، بعد میره مثلا. خلاصه این بازی‌ها رو انجام میدن. این فانتزیه، هیچ اشکالی نداره. هر چقدر این بازی‌ها رو بیشتر انجام بدین، آمادگی برای رابطه جنسی یه ذره بیشتر میشه. ولی فانتزی‌های درست براتون توضیح دادم، یا الان فانتزی‌های غلط رو گفتم. فانتزی درست‌ها رو خودتون باید پیدا کنین. معمولاً یه فانتزی دیگه هست، رابطه جنسی عاشقانه. رابطه جنسی عاشقانه یکی از بهترین فانتزی هاست. معمولا این رابطه یه رابطه عاطفی وابسته به عشقه. تو این فانتزی جنسی عاشقانه معمولا فقط همسرش تصور میشه، هیچ کس دیگه ای توی همچین چیزی نیست. این یکی از بهترین فانتزی هاست. حالا فانتزی جنسی عاشقانه چجوریه؟ قرار ملاقات، به همسرت زنگ میزنی، میگی ساعت فلان بیا مثلا فلان کافی شاپ که همیشه میرفتیم، اونجا هم دیگه رو میبینیم که با هم بشینیم صحبت کنیم. میرین اون کافی شاپ میشینیم با هم صحبت میکنیم، قربون صدقه میریم میایین خونه، رابطه جنسی برقرار میکنیم. این یه فانتزی خیلی ساده است. اما فانتزیای بهتر، میای خونه، میگه فرض کن من و تو هم دیگه رو نمیشناسیم، الانم تو یه کافی شاپ نشستیم، الان برو 2 تا بستنی درست کن بیار، بعد تازه میخوایم با هم آشنا بشیم. این که تازه میخوایم با هم آشنا شیم فانتزیه. پس بستنی‌ها رو میاره میشینن، بعد 2 تایی دارن بستنی میخورن و با هم شروع میکنن حرف زدن، انگار اولین باره که هم دیگه رو دیدیم. بعد یه سری سوال میپرسه، تو از چی خوشت میاد؟ اون میگه من از همچین چیزی دوست دارم، اون همچین چیزی. اینا شروع میکنن با هم حرف زدن. این یه فانتزی عاطفیه، چون شروع کردن با هم حرف زدن، خندیدن. مرد یه چیزایی میگه اون بخنده، اون یه چیزایی میگه این بخنده، چون مثلا جلسه اول آشناییه دیگه. برای همین یه اینجوری با هم حرف میزنن، تاشم با هم رابطه برقرار میکنن. برای همین من میگم یکی از بهترین فانتزیاییه که شروع کنین این فانتزی رو حتما تجربه کردن. یه فانتزی دیگه مشاور بازیه. مشاور بازی چیه؟
خانمه یا آقاه میگه به همسرش میگه مثلا تو مشاوری، من میخوام بیام پیش تو یه مشکلاتی رو مطرح کنم. اونم میگه باش. بعد این میاد میشینه شروع میکنه مشکلاتی رو مطرح کردن. خب دقت کنید، اگه مشاور بازی میکنین اینجوری نیست که بیاد بگه همسر من اینجوری بعد عصبانی شی، غلط کردی، بیخود کردی، پشت سر شوهرت اینجوری حرف میزنی. چرا؟ چون تو مثلا مشاوری دیگه، تو شوهرش نیستی. پس اجازه بده بیاد حرف بزنه. اما وقتی مشاور بازی میکنین به هیچ وجه به هم دیگه توهین نمیکنی. نمیای بگی یه شوهر نفهم دارم بیشور اینجوریه. بعد میگی خب تو شوهرم نیستی، تو مشاوری. به مشاورم حق نداری از شوهر توهین کنی، تحقیرش کنی، کوچیکش کنی، شخصیتش رو نابود کنی. تو ایرادا رو میتونی بگی، نه اینکه توهین شخصیتی بکنی. خلاصه مشاور بازی اینه که یک کدوم میشن مشاور، اون میاد میشینه شروع میکنه باهاش حرف زدن و درد دل کردن و اینها، تاشم به رابطه کشید. بعضیا میگن خب اگه اینجوری باشه اون وقت واقعا هم بره پیش یه مشاور، ممکنه این اتفاق بیفته. نه بابا، مشاور خودش میدونه که چه جوری حرف بزنه و نذاره به این اتفاق برسه. علاوه بر اینکه خود شما هم رعایت میکنی. مگه مهموندار بازی میکنی بعد سوار هواپیما شدی بری با مهموندار رابطه برقرار کنی؟ اینا فانتزی جنسیه. مشاور بازی کمکت میکنه یه سری از آسیب‌ها رو شناسایی کنی. همسرت میاد راجع به یه چیزایی حرف میزنه چون با مشاور داره حرف میزنه دیگه. بعد دستت میاد این خانم من اینو مطرح کرد، این ناراحتش میکنه. بعد باعث میشه که اون دیگه پیاده نکنه. یا آقای میاد پیش مشاور خانومه مثلا و شروع میکنه یه چیزایی رو مطرح کردن. هیچ اشکال نداره. فقط حواستون باشه تو مشاور بازی دعواتون نشه. یه فانتزی دیگه از فاحشه بازی. فاحشه بازی چیه؟ یه خانم خیلی با شخصیت خوبه، شوهره میگه من دوست دارم برم با یه فاحشه رابطه داشته باشم. امشب تو نقشه یه فاحشه رو بازی کن. بعد خانم باید فکر کنه، خانمی تو عمرش فاحشه ندیده، نمیدونه چه جوریه، ولی پیش خودش یه فکرایی میکنه، میگه باشه تو برو بیرون از اتاق، در بزن بیا تو. بعد خانم میره لخت و اور میشه و دراز میکشه و تخت و یه مدلی دراز میکشه و شوهر میاد تو میگه سلام علیکم، بعد میگه سلام علیکم، بیا اینجا بشین ببینیم. خلاص شروع میکنه مثلا مثل لاتا حرف زدن. من نمیدونم فاحشه مثل لاتا حرف میزنن. مدل حرف زدن تو باید عوض کنی و بعد خیلی باز و راحت صحبت میکنی. یعنی اصلا بفرمایید خواهش میکنم اشکال نداره به اینجا دست بزن، اصلا باز صحبت میکنی. من کلماتو به کار نمیبرم ولی کلمه میگی، بدترینا رو هم میگی. موقع رابطه هم وقتی داره دخول انجام میده داد میزنی فشار بده، بدترینا رو به کار میبری. این فاحشه بازیه، یه ذره به مرده احساس خوبی میده. سوال، آیا وقتی این رابطه رو برقرار کرد بعد میره سراغ یه فاحشه؟ نه بابا نمیره، با تو این رابطه رو تجربه کرده، پس از توئه که این لذت رو برده. اما ممکنه چون یه حرفایی زدی، یه کارایی کردی خیلی بهش چسبیده، ممکنه بخواد تکرار کنه. پس بعدها ممکنه بگه دوباره فاحشه بازی بکنیم. خلاصه شما یه بار فاحشه بازی هم بازم اشکال نداره. پس اینا میشه فانتزی‌های مختلف. ماشین بازی هم داریم. یه ذره فکر کنین ماشین بازی چه جوریه. یه ماشین بازی اینه که میشینی، شوهرت دراز میکشه، آلت تناسلش هم نوز پیدا کرده، به عنوان دنده ماشین میگیری و قانقام میکنی، قانقام دنده یک، دنده دو. این یه ماشین بازیه. یه ماشین بازی دیگه اینه که میشینی رو آلت و ماشین بازی میکنی. یه نه میشینی بغلش، دو تایی نشستین، انگار تو اتوبوس تو کامیون نشین، تو این دست اندازا اینجوری دارین حرکت میکنین. خلاص یه ذره فکر کنین ماشین بازی رو دیگه چجوری میتونین نوازش کنین. اینم میشه یه فانتزی. یه فانتزی دیگه تغییر جنسیته. یعنی یه نفر فانتزیش اینه که با همجنس خودش رابطه داشته باشه، همجنسگرایی. ببین اینا آدمایی نیستن که همجنسگرا باشن، فانتزیشون اینه که با یه همجنس خودش رابطه داشته باشه. خانومه میگه من دوست دارم با همجنس خودم رابطه داشته باشم. اینا آدمایی نیستن که دوست دارن برن تغییر جنسیت بدن ها. نه. اما چرا یه آدم اینجوری میگه؟ چراش از لحاظ روانشناسی وقتی یه فرد انتظارات اجتماعیش از جنسیت خودش رو به چالش میکشه، از جنسیت خودش اونقدر خوشش نمیاد. وقتی خوشش نمیاد، مثلا یه خانم میگه خانوما تو این مملکت بدبختن، خانوما اینجوریان، خانوما اونجوری، خانوما باید حجاب داشته باشن، خانوما باید همش اینجوری این چیزا رو رعایت کنن، آقایون راحتن. این خانم بدش نمیاد آقا باشه. یه جایی میگه تو رابطه جنسی میخوام آقا باشم، اشکال نداره، فانتزی جنسی. حالا میخواد با همسرش رابطه برقرار کنه. خب همسرش آلت داره دیگه، پس میگه دخول نداشته باشیم. قبول.
فانتزی جنسیشو باسش انجام میدین. بعد که باسش انجام دادی میگه بدون دخول، پس باید ماساژش بدی، با دستت به اورگاسم میرسونیش. وقتی اورگاسم شد اون وقت بهت میگه دخولم داشته باشی اشکال نداره. پس اول باسش ادای زنا رو در میاری. حالا آقای میخواد ادای زنا رو در بیاره، یه ذره واقعیتشو بالا ببر دیگه. مثلا برو روسری سرت کن، بیا پیشش بشین، صداتو زنونه کن، صدای نازک باش حرف بزن. وا خواهر نمیدونم فلان خالی جون اینجوری شنیدی، شروع میکنی ادای زنا رو در آوردن باهاش حرف زدن. اونم یه ذره خوشش میاد، تاشم به رابطه کشیده میشه، بهت قول میدم تاشم دخولم بهت اجازه میده داشته باشی. پس این میشه این. حالا آقای میگه فانتزی من اینه که با یه همجنس رابطه داشته باشم. من با دین کار ندارم. برای کسایی دارم صحبت میکنم که دینای مختلف دارن. پس با دین کار ندارم که دینت بهت اجازه میده این کارو بکنی یا اجازه نمیده. خوب دقت کن، فانتزی واقعی نیست. نرفته لواط انجام بده. به زن خودش میگه دوست دارم با یه آقا رابطه داشته باشم. حالا تو برای من نقش اون آقا رو بازی کن. خانمه باید بره با مداد ابروش سیبیل برای خودش بذاره و کت شلوار بپوشه و بیاد پیشش بشینه بگه سلام علیکم حالت چطوره، یه جوری این مردا شروع کنه حرف زدن، اینم شروع میکنه باهاش حرف زدن، تش میخواد به رابطه کشیده بشه. در نهایت سکس مقعدی رو میخواد انجام بده. چرا؟ چون میخواد بگه این مرده، دخول که نمیخواد دیگه اونجوری انجام بده، سکس مقعدی میخواد انجام بده. باز انتخاب با خودتونه. سکس مقعدی شرایط خاصی داره. اصلا دین اجازه میده، بهداشت اجازه میده، اینا رو هم نگفتم، اصلا پوزیشن ها رو نگفتم. تو اونجا یه ذره اینا رو باز میکنم. ولی خانومی که میپذیره که خیلی خوب این فانتزی تو اینه که با یه مرده رابطه داشته باشی، پس من نقش اون مرده رو واسط بازی میکنم. بعد آقای میخواد بیاد لباس مرده رو از تنش در بیاره. معمولا پشت به پشت لباس رو در میاره، از جلو در بیاره، میفهمه که این زنه دیگه، گرچه اینا رو میدونه، ولی از پشت داره لباس رو در میاره که فقط کونه مرده رو داره میبینه. برای همین وقتی رسید به اونا، اون وقت بعضی وقت ممکنه گاز بگیره، ممکنه با دستش فشار بده و اینا، بعد احساس میکنه وای این الان باسن اون مرده است دیگه، بعدم میبره میخوابونتش و سکسشو برقرار میکنه. حالا فانتزیه، دوست داشتین این فانتزی‌ها رو میتونین انجام بدین. پس حتی فانتزی تغییر جنسیت رو توضیح دادم و این فانتزی‌ها دلیل باعث نمیشه بعدم بگه من میخوام جنسیتمو عوض کنم. اون یه چیز دیگه است. اونی که میگه جنسیتمو میخوام عوض کنم و بچگی خودشو داره نشون میده که جنسیتشو میخواد عوض کنه. یه فانتزی یه شرایطی داره، شرایط ایجاد فانتزی. فکر کنم به امروز نمیرسیم که شرایط فانتزی رو هم براتون توضیح بدم. شرایط فانتزی رو میذارم جلسه بعد توضیح میدم. یه چند تا سوالم من جواب بدم. یه سوال اینه که موقع سکس به دوست دخترهای قبلیم فکر میکنم، عذاب وجدان دارم. باریکلا به تو. نه باریکلا که به دوست دخترای قبلیت فکر میکنی، باریکلا به تو که عذاب وجدان داری. میگی خب چیکار کنم؟ تماس میگیری دفتر، هیپنوتراپی انجام میدن، چند جلسه هیپنوتراپی تا یاد بگیرین ذهن رو کنترل کنی. ولی همین که عذاب وجدان داری باعث میشه به مرور بدت بیاد از این کار، چون وقتی این کار رو میکنی با اونا فکر میکنی عذاب وجدان میگیری. پس فکر کردن با اونا با درد همراهه. دفعه بعد به اونا فکر میکنی دوباره دردت میاد، دفعه بعد فکر میکنی دردت میاد. یواش یواش به محض اینکه هیپنوتراپی رو انجام بدی بهش میگن خب به این دیگه فکر نکن، درد داره. زمین ناخودآگاهت هم خودش هم میگه آره دوست ندارم فکر کنم، فقط خودآگاه بهش میگه فکر کن، اون میره فیلم رو میاره، بعد ناراحت میشی. خلاصه چند جلسه هیپنوتراپی میتونه کمکت کنه که دیگه به اینا فکر نکنی. سوال بعدی، من اهل معاشقه هستم ولی شوهرم اهلش نیست، فقط میخواد کارش رو انجام بده و تموم کنه. خب این کلاس رو من برای همین گذاشتم دیگه. الان که تو کلاس بودی الان دیگه باید بلد باشی دیگه. شوهرش الان یاد گرفتی معاشقه یعنی چی؟ فانتزی‌های جنسی رو پیاده کن، اصلا فانتزی انجام بدیم. تمرین امشبتون رو ندادم چون هنوز یه سری چیزا رو نگفته بودم، تمرین رو ندادم. تمرین امشبتون چیه؟ یه فانتزی بسازید و اجرا کنید. بسازین و اجرا کنید. اگه قبل از سکس تحریک و هیجان زده نشده باشید، احتمالاً خود سکس هم نمیتونه تحریکتون کنه. پس چی میتونه تحریکتون کنه؟ اینجاست که فانتزی‌های جنسی نقش آفرینی میکنه. پس یه فانتزی جنسی همین امشب درست کنین برای خودتون، هرچی خودتون تشخیص دادین فانتزی رو پیاده کنین. جلسه بعد من بیشتر راجع به فانتزی صحبت میکنم و البته موارد دیگه‌ای هست که هنوز قراره یاد بگیریم. پس همین امشبتون یه فانتزی جنسیه
که بریم پیاده کنیم و این فانتزی خیلی کمکتون میکنه که تحریک بشین. تحریک بعد از فانتزی جنسی لذت بخش تره. رابطه جنسی بعد از فانتزی جنسی چون یه مقدماتی رو فراهم میکنه، هر دوتون میخواین برسین با اون ولی باید صبر کنین. این صبر کردنه کمکتون میکنه بیشتر تحریک بشین، در نهایت از رابطه جنسی بیشتر لذت میبرین. وقتی بدونی سکس فقط مقاربت نیست، اون وقت میتونی عشق بازی کنی و از عشق بازیت لذت ببری. خانمی که گفت شوهرم فقط سکس رو تو این مقاربت میدونه، بدون سکس فقط این مقاربت نیست. پس شروع کن لذت بردن از زندگی. یه بار دعواتون میشه. یک خانمی میگفتش که دعوامون میشه، البته سوال خیلیا بود، دعوامون میشه. ببینین موقع دعوا خانم میگه باشه اجازه میدم رابطه داشته باشیم، اشکالی نداره، اجازه داده، ولی اجازه نمیده ببوسیش. چرا؟ دعواتون شده، نگات میکنه حالش بده. اینجور مواقع است که خانم پشتشو میکنه رابطتو برقرار کن. پس منتظر نباشیم به ارگاسم برسه، فقط بهت اجازه داده رابطتو برقرار کنی، بعدش هم میگه تمومش کن دیگه. پس بوسیدن و مالیدن و اینا زیاد نداره. بعضی از آقایون اتفاقا این سکس رو دوست دارن. چرا؟ چون زود انزلی دارن، میگه خیلی خوب 3 دقیقه کارم انجام میدم، یه ساعتم نمیخواد بمالمش و همه اینا. غلطه. عشق بازی رو باید یواش یواش تمرین کنی تا دوست داشته باشی. سوال بعدی، خشونت در سکس اشکالی نداره یا تا چه حد میشه خشن بود؟ توضیح دادم واسهتون دیگه. پس خشونت رو این جلسه کامل توضیح دادم. آیا اونی که هوش جنسی بالایی داره احتمال خیانتش هم بالاست؟ نه خیر نیست. هوش جنسی جلوی خیانت رو میگیره. اونی که خیانت میکنه معنیش این نیست که هوش جنسی بالایی داره، معنیش اینه که ارزش‌های اخلاقی رو رعایت نمیکنه، پرهیزگار نیست. پس هوش جنسی گفتم ارزش‌های اخلاقی داخلشه. اونی که ارزش‌های اخلاقی رو رعایت نکنه از هوش جنسی بالایی برخوردار نیست. امیدوارم این جلسه تونسته باشه کمکتون کنه رابطه بهتری رو تجربه کنین و تمرین این جلسه‌تون هم گفتم فانتزی جنسی. قطعا برین فانتزی پیاده کنین، استفاده کنین، یاد بگیرین تا از این به بعد اقلن ماهی یه بار یه فانتزی جنسی رو پیاده کنین. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.